اسمش نمیدونم. بازم آری وفایی مافی است. بگو خودشم گفت آره. به نظرم آری مافی است. همین. ها خوشحالم فکر کنم با مایی که 2-3 اولین بار بازی میکنم خوشحالم میبینم. نه قبلا بازی کردیم با هم دیگه. درود، خوشحالم من بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی باشه. مرسی از سان ماری برای روایت. من واقعا با عریضه بکنم بار اول بازی میکنم، خیلی خوشحالم. نمیدونم، من اکتی کسی رو مافیا نداشتم. این سینا هم نفهمیدم چیه. حرفاتون رو گوش میدم. حالا فردا صحبت میکنم دیگه. صفا باشه، خوش بگذره بره. خوشحالم بازی میکنیم. ممنون بابت ران بازی. بچه هم که دفعه اول بازی میکنم خوشحالم بازی. ببین ساقا تو هم تو بازی. خوشحالم وقت با بازی نکرد. ببین آریو نمیخوای اکت پیدا کنی داداش. اینقدر تو بازی اونجا واسط مهمتره آریو حرفایی. آریو اوکی هم باشه. Thanks. در آجا خیلی خوشم دارم باتون بازی میکنم. همین چقدر قیافت عوض شده نشناختم تو زدی دیگه. نشناختم ازت. ببین آجا احساس کنم یه نفر اون پشت کشتی گذاشتیش اونجا تکونم نمیخوره اون بنده خود اون پشت تنبیهش کردی چی کارش کردی اون طرف اون پشت نشسته احساس کنم کشتیش با خیال راحت داری ها نه تکون خورد زنده. ببین این سه خیلی مشکوک بودی برای چی آریا تو سی تاش دنبال اکتی بگرده گوش میده داره حواسش چجوریه اصلا گوش میده تمام فکر میاره نه بار خودم گردنش میگیرم تو درش قبل از من نفهمیدم چه خبر پس سه برام مشکوک نکست. الله اکبر. سلام دوستان، خوبین؟ سارا جان، شما باید تواناییشو داشته باشی. وقتی من شما نشون میدی باید تواناییشو تو حساب محقق نتونستی بکنی بیرون، من موقع بکنی بیرون. حساب محقق رو نتونستی بکنی بیرون. علیرضا برد گردن میگیری. فکر کردی من مافیا گفتم من هم توی میکنی بیرون. شده که مافیا 2 3 4 ستاییتون تارگت میخورید. آقای آرمان هیچ دغدغه‌ای برای پیدا کردن مافیا نداشت. حرفای یکو نفهمیده. اکتی هم مافیا نداره. خب شما باید یه حرکتی انجام بدی بتونی مافیا پیدا کنی دیگه. تو وقتی اینجوری معارفه رو بی حرکت میذاری، از کارت خودت معارفه بی حرکت اینجوری میذاری، روز یک مافیا پیدا کردن برات سخت میشه. آیه امدی که مشکوک بود وقتی وفایی میگه شما دنبال اکتی پیدا کردن نیستی، باید اکت یه نفر خیلی براش مشکوک باشه که خودش دنبال اکتی پیدا کردن باشه، بگه چرا افایی دنبال اکتی پیدا کردن نیست. خودش تارگت اکتی نزد. میتونه فکر شهروندیش باشه ولی معمولا با رول مافیایی ملق میزنه. بنابراین یه تارگت شما هم بخور. ولی سعیدم دیالوگی برام مشکوک بود. شما هم تارگت بخور. صابرم تارگت بخور. سلام دوستان، خیلی خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. من بازی خیلی صابر خیلی انرژیت زیاده، یعنی جالبه برام چون گفتی خوابت میاد. سینا خوشحالم بعد مدت تو میبینمت. با سعیدم خیلی وقت بازی نکردم. ببین آریو، این تارگتی که به سعید زدی برام عجیبه، یعنی میخواستم بگم شهروندی که به دو و سه اینجوری تارگت زدی، ولی تارگتت به سعید دیگه جالب نبود چون سعید خورده خوبی گرفت از سه دیگه. تو هم تقریبا شبیه همون خورده رو گرفتی از سه. اینکه دوباره به چهار تارگت زدی برام جالب نبود. دو و سه هم به نظرم دوتا شهروند نبودن، یعنی دوتایی سعی نکردن که اصلا بازی رو ران کنن. پس میگم توی دو سه پنج مافیا نشسته. برم. آقا سلام خوشحالم باتون بازی می‌کنم.
موین چی کارش داری؟ به 4 تارگت زد دیگه. چی کارش داری؟ خب شدن چی الان؟ یعنی تو رفتی فهمیدی 4 شهر، خب اصلا 4 هیچی، یه 2 3 که تو زدی رو زد، یه 4 هم کنارش گفت. چی کار داری 4 اصلا؟ موین مشکوکی. 4 هم مشکوکه. 4 هم مشکوکه. منم تو 3 و 4 هم مافیا هست. تو 3 و 4 هم مافیا هست، ولی نمیدونم کدومه. نمیدونم کدومه. معارفه ضعیفی بود دیگه. معارفه نبود که آدم بتونه زیاد چیزی بفهمه ازش. خب پس شما رو دعوت به آرامش حتما میکنم تو باز. های ببین این بازی من دوست ندارم به شهروندی سینا فکر بکنم. اوکی سینا جان، دوست ندارم، نه که بخوام یا نتونم میخوام بکنم من از دک بیرون. برام کارتت مهم نیست، رفتنی واسه من. اوکی پس نمیتونم. نمی... ببین بحث تونستن یا نتونستن من نیست، بقیه وامیدن. یعنی دکو به هم میریزم. دک به هم میره. آرامش دک توسط مایک شماره 8 از بین میره. ها شما فردا خروجی روز یکی کارت تو من دیدم. الان به من گفتی که مافیایی، چون از بین این همه پلیر خواستی به من تارگت بزنین دیگه. من و شما هم هیستوری تمیزی با هم دیگه نداریم. احساس میکنم مافیایی کارتتون نشون دادی. غیر از اینه هم مصاحبه. غیر از اینه پس شما به نظرم مافیایی. جفت خطیبی ها رو با هم گردن میگیرم. ولی اول شماره یک خوب بودی. من 2 تا 7 به نظرم یه مافیا بیشتر نیست. کاورتون میکنم. سلام عرض ادب. خیلی خوشحالم دارم کنارتون بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی باشه. خانم ماری متشکر. با آرمان و آقای امدی بازی نکردم، افتخارش برای منه. امیدوارم تجربه قشنگی بشه. پس آریو جان هشدار که آرامش شما رو نخراشیم. خب این دیالوگی که کردی من نفهمیدم مافیاست. قیزی این قضیه یا واقعا مافیاست، قلبی مافیاست جفتش؟ چجوری فهمیدی اون مافیاست؟ چون به تارگت زد؟ نمیدونم. امین به نظرم مشکوک بود. امین خب معین رفته تارگت های آریو رو زده، خودش رو دیگه تارگت نمیکرد دیگه. این فکت شهروندی مهم بود، بهش تارگت زدی. امین مشکوک بود. آریو هم با فکت های 2 3 درصدی رفتی تو 2 3 4. خب الان آقای شماره 2 مافیات کیه؟ 3 4 بیا مافیا تولید کرد بدون اینکه تارگتی بزنه، اکتی بزنه، تو مافیا تولید کرد. الان 2 به نظرت مافیاست، تو تارگت های تو هم تارگت زد. الان باید 2 برات بشه شهروند. آریو که مشکوک بود. آریو به نظرم آریو قطعیه. نو آدزه. نکست. درود کنیم. بسیار خوشحالم میبینم تو آرمان و محمد خیلی وقت ندیدم. خوشحالم میبینم. آری افایی به نظرم شهرونده، ولی لزوما سینا مافیا نیست. نه گردن که نه. ببین من هی شما دوتا رو سول میدم چون به عنوان بزرگتر شما این بچه گربه میفتیم به. پس واسید لحظه این شورول 5 رو چجوری نمیم شورولی یعنی میکنمت بیرون. به نظر مافیا بودیم. موین من تو رو شهروند دارم، ولی تارگتی که از امین خوردی بابت کاوری 4. پس امین اگه فکر می‌کنی معین اشتباهی کرده باید 4 تارگت کنی. به نظر معین شرم. ببین معین مافیا بود کاری راحت بود دیگه. 3 نفر نکس دادن عملا. خب 2 3 4 نکس دادن. معین میتونی علیرضا جان چی؟ علیرضا تو به نظر شهروندی کاری به تو ندارم. نه من دورم زیاد مافیا ندارم. به نظرم تو 3 و 4 مافیا بود. آریو شماره 5 هم به نظر مافیاست. سینا هم فردا حرف بزنه بفهمم مافیاست. آریو افایی بهت قدرت میدم بکنیش بیرون، ولی به نظرم فعلا نتیجه گیری نکن چون اینا از دست ندن. تو چالش میگیری میخوای چی بگی؟ تو چالش نگیر. تو نهایت کاری که میتونی بکنی آره رضایی وصیت کنی. خب فکت ببین این من دست قبل بازی کردم لایوشون نمیدونم کی دید. من 2 تا مافیا گرفته بودم نتونستم بکنمشون بیرون. آقای آریرضایی به من میگی تو اونا رو نتونستی بکنی بیرون منو میخوای بکنی بیرون. بس تو ذهنت مافیایی دیگه، مافیایی که من 2 تا مافیا دست قبل نتونستم بکنم بیرون، تو رو هم پس نمیتونم بکنم.
همین که تو فکر میکنی بازیت از علیرضا حسام بهتره میکنمت بیرون. ولی چهار سعیده بگم. چهار سعید اصلا تو سیت 4 شوخی های بیمزه و تحلیل نکردن 2 و 3. 2 و 3 یک حالا اصلا هرچی اصلا گادفادر یک تارگت زده. 2 و 3 تحلیلش این بود فقط 3 برات مشکوکه. 3 برات 2 برای چی برات مشکوک نیست؟ 2 آرمان برای چی برات مشکوک نیست؟ آیا سعید این آقا من اشتباه شنیدم 2 و 3 تقریبا این هم حرف زدن. 3 که تازه 8 هم تارگت زد 2 اصلا تارگت نزد چجوری 2 برای شهروندی 3 رو مافیه داره؟ پس دارم 3 رو کم کم میکشم بیرون برم تو 4 و 5 اینجوری. امینم مشکوک بودی نباید ما اینجوری تارگت میزنیم. شاید یه پلیر اصلا شهروندی که از دستش در رفته چون راحت ترین کار بود این که هم سه تاشون رو با هم تارگت بزنن. زیاده گویی نمی‌کنم شهروندیم شوشه علیرضا بره تحت فشار بریم. مرسی. شب. تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست. اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست، میگم گرفتار شماست. نگاهتون پیش منه، حواستون جای دیگه است، خیالتون اینجا که نیست، پیش یه رسوای دیگه است، پیش یه رسوای دیگه است. نفس نفس تو سینه‌ام، عطر نفس های شماست. اگر که قابل بدونین خونه دل جای شماست، خونه دل جای شماست. تا 5 ثانیه دیگه روز میشه. 5 4 3 2 1. بفرمایید آقای سینا. چالش باشه برای آریو 5 بعد از من صحبت. خب مثلا یه کاری انجام میدم. ببین اول اینکه شماره 3 مشکوکه به خاطر اینکه خودش یه سوالی از آریو افغانی میپرسه، میگه نمیخوای یه ریاکتی بدی به تارگتی که خوردی یا فلان، یه چیزی اکتی یه کاری بکنی. داشت خودت هم همین کار رو انجام دادی، یعنی انتظار داری مثلا رو مایک 7 رو مایک چنده 8 بیاد مثلا چیکار کنه؟ من بهش اکتی تارگت زدم مایک 1 بیاد گردنم بگیره. این از شما. حقیقتش خیلی چیزی از معارفه در نیاوردم. آقای آریو افایی، من 1 ساعت پیش خب همین داستان رو داشتم با یه نفر. خب فکت مافیاییت اینه که تو مایک 8 نشستی بدون هیچ تحلیلی، یه دونه اکتی از من خوردی، میگی مایک 1 رو میخوام بکنم بیرون. داداش اینجا اونجا نیستش که، اینجا اونجا نیست. خب فکت داری بیار، اوکیه. اگر 1% شهروندی تو اعصاب نرو خواهشم. اگه واسط مافیا فکت بیار، با هم دیگه میریم جدال فکتی ببینیم چی میشه. شاید تصمیم میگیره که کی مافیاست کی نیست. اوکیه. این آخرین دیالوگم. این که به نظرم شرم، این که به نظرم شرم. بازی رو بیارید این ور، بازی رو بیارید توی سیت های 8 9 10. افایی ریاکشن معرفش ریاکشن تندی به یک سیت بود که بهش تارگت تکتی زده بود. حالا این اگر باهاش حتی سابقه بعد بازی هم داره و بفهمه که اگه مافیاست چرا داره کارتشو به افایی نشون میده که افایی بره با لگد بکنتش بیرون. پس این
ریاکشن غیر منطقی بود. آقای علیرضا که ترنش فقط منو تارگت کرد با زیرو تحلیل، حتما مشکوکی. آقای صابر فکتاشو گوش کنید. اول به آقای سعید گفت شما تحلیل نکردی، بعد فهمید اشتباه گفت تو چرا فقط سه رو تارگت کردی؟ خب تو که دو رو شهروند داشتی، تو دو و سه بعد شهروند تو رو هم تارگت میکرد. دومین موضوع بازیشو با این شروع کرد که چطوری نفهمدید آریا رضایی شوروله. 10 ثانیه آخر فکت برای من آورد که فکت. میرم صابر بعد من صحبت کنه. ببین آری جان، تو 2 3 4 مافیا داشتی، اول بعد وای میسیدی مشروع معرفت صحبت کنم، بعد صحبت میکردی دیگه. 3 تا مافیا قبل خود داشتی، این یک. اه، بعد من شاید اصلا پلیرم که تارگت نخورم حرف رو گوش بدم بفهم که پس تارگت مفت به من زدی دیگه معرف. این آقای امدی هم، ببین آقای امدی، شما خود تصویر رو اکتی کسی مافیا داشتی به آری خورده گرفتی چرا نگاه نمی‌کنی؟ نمیدونم. به نظرم 3 و 4 مافیا بود. این آقای سعید هم مشکوک بود. اول اینکه این شوخی ها هستن به نظرم خیلی مسخره بود، با احترام. مسخره یعنی بی‌مزه منظورم بودم، ببخشید. بعد اینکه گفتی من چیزی نفهمیدم، این آقای ام دی مافیا های مافیا بشه قبل من، پس چیزی فهمیدی دیگه، فهمیدی ام دی مافیا، چرا گفتی من چیزی نفهمیدم؟ اه، به نظرم مشکوک بودی دیگه تو هم آقا. اینا مشکوک هم بودن فعلا. بره. مسخره چی؟ تفلونی آقای سعید، تفلونی، شوخی نکن همینجا بهشین تارگت. من به نظر الان لایک چی داری سعید به من؟ فهمیدی من مافیام پشت از آریا رضایی؟ به چه فکتی؟ تو چه اصلا آقای آرمان، من به شما گفتم شو شهروندی تو دک. به سعید گفتم فکتی که آوردی برای سه، برای چی برای دو نیاوردی؟ دو آرمان تارگت نزده، سه محمد امدی یه تارگت اکتی زده. تو چجوری فهمیدی سه مافیاس، دویی که هیچ کاری نکرده شهرونده تارگتش نکرده؟ تو 4 و 5 مافیاس. آریا رضایی چی ملق میزنی؟ کنم بیرون با نقشی ها. دیالوگ من که دیالوگ فانی بوده با تو. بخوام فکت بیارم که میارم، الان فعلا فکت نه. فکت تو فقط تو ذهنم همون بوده، چون من علیرضا نتونستم بکنم بیرون، تو مافیا هم نمیتونم بکنم بیرون. مافیا من تو 3 و 4. عفایی. عمو صابر 5 رو امروز گردن نگیری به ساید خودت نکنی بیرون میگم یارشی، چون این پسر خوب الان فهمیده تو 8 و 9 و 10 دوتا مافیاست. خب تو 8 و 9 و 10 دوتا مافیا باشه تو باید امروز وصیت کنی آریو. میدونی که چون ما به غرور مافیاییمون بر میخوره که تو بیش از یکیمونو گرفتی، حتما تو رو فشار میذاریم از بازی تک دفاع میکنیم بیرون، بعد تو باید وصیت بکنی. پس این ورود شهروندی تو نیست. چرا؟ چون این استاد قبل خودش معارفه مگه فول فکت نیومد تو بازی؟ الان هم فول فکت اومدی مثلا از بین 8 چند تا مافیا پیدا کردی، تک دفاع از بازی میری بیرون. خروجی روزه که خودتی. حالا آقای سینا میگه، آقای سینا برای من 1% آدز شهروندی میذاره، یعنی 99% من براش مافیام دیگه. چی بود فکت مافیا سینا جان؟ مگه با این فکتی که بازی قبل نشستی توش مافیا گرفتی، این فکت مگه رو من نمیشینه؟ چرا با من درگیر نشدی؟ نکته دوم. نکته سوم، این آقا تو معارفه گفت من با 2 نفر خوشحالم که دارم تازه بازی میکنم، پس تارگت اکتش انتخابی بود. این تو انتخاب کردی به من تارگت اکت. ببین آریو رضایی صابر رو من، صابر جان از آریو رضایی چیز نکن دیگه، دند عقب نگیر. آره. گردنش بگی بکنش بیرون. آره، تک بکنش بیرون، چون فکت داشت معارفه. ببین میدونید آرمان چجوری بهش تارگت زد؟ خیلی برام عجیبه. آرمان برام مشکوکه. من 4 رو میخوام کاورش کنم. 4 کاورش کنم چون به نظرم تو باکس، نه دیگه، تو باکس 5 و 10 هر مافیا باشه سعید یارشون نیست دیگه. چند ببین من تو ببین صابر یه فکت برات بیارم. معرفه چرا برای مشکوک بودی؟ چون گفتی فکت شهروندی موین چیه؟ فکت شهروندی موین اینه که اگه آریا رو مافیا داشت نمیرفت تارگتش هم تارگت بکنه. درسته؟ گفتی به این واسطه موین برات شهرونده. خب آریا همین کارو کرد دیگه. آریا 4 و 3 رو با هم دیگه تارگت زد. یعنی اگه به نظر کسی که میره تارگتش رو تارگت میکنه، آریا هم این کارو انجام داد. من آریا عفایی برام قطعی شهرونده، یعنی آدز نداره تو بازی مافیا باشه. هر کیم بهش رای بده بهش رای یک میدم. ببین سینا، میدونی چرا آریو بهش گفت شهروند دیگه؟ کارتشو یه پله بده عقب. آریا عفایی بزو 50 با هم دیگه سایت بگیرن. توی آقای امینم مشکوک بود معارفت. میدونی چرا مشکوک بود؟ چون شما از کارت معارفه کردی، گفتی فلانیو تارگت نکن،
این ذهنیت شهروندی نیستش. شما معارفه نمیدونی کی شهرونده کی مافیاست، ولی معارفه رفتی از کارت پلیر معارفت کردی. چالش میدم علیرضا بعد از من صحبت. صدا میاد بچه‌ها؟ یا لایک بدین صدا میاد. صدامو دارین؟ لایک بدین. اوکی. ببین صابر، اولا من به سه تارگت نزدم بگم که چرا نکس داده. گفتم انتظارت از این که تو کش تارگت اکتی پیدا کنه انتظار بی جای بود، چون بعد اون گوش میکرد اکتی تارگت میزد. برای نکسش تارگت بهش تارگت نزدم که برم به خاطر همین به دو تارگت بزنم. حالا تو داری به من و بقیه میگی که آقا شما تحلیل نکردین دیگه. چرا تحلیل نکردین؟ مشکوکین. خب 5 که دیگه برات نباید مشکوک می بود دیگه. 5 1 2 3 4 برای تحلیل کرده بود دیگه. چجوری برای 5 شو مافیا بود؟ نمیتونی با یه فکت به من تارگت بزنی چون تحلیل نکردم مافیا. 5 که تحلیل کرده بود دیگه. تنها آد شهروندی این که دو رو گردن بگیری، چون بعید میدونم با هم یار باشین. دو تا درجا چالش بده تو بری تو دل دوباره 5. تنها آد شهروندی که همین دو رو گردن بگیری. چون به نظرم خیلی سریع خواست آتیش بین شما رو راه بندازه. اگه بین شما شهروند باشه دو قطعی مافیاست. بین شما یعنی کی سعید جان؟ بین صابر و آریا منظورت باکسشون شهروند باشن؟ خب باکسشون شهروند باشن که باید آقای ام دی رو گردن بگیری. آقای ام دی از کارت شهروندی تو اومد گفت تو باکس 50 مافیا هست. 50 معارفه به 4 تارگت زده بودن محمد جان. چه ربطی داره به امروز 50 مافیا باشن کارت سعید میره عقب؟ سعید مشکوک معارفه یه تعداد افرادی بوده. 50 معارفه بهش تارگت زدن، امروز به هم دیگه تارگت بزنن کارت سعید میشه شهروند؟ چه ربطی به معارفه مشکوک طرف داره؟ مشکوک بود. سعید شهروندی بود امدی رو گردن بگیری داداش. آقای امدی کارت 6 نفر 6 تای این ور رو گذاشت کنار، تو 4 تای اون ور زیاد تارگت زد. به 50 گفت توتون یه دونه مافیا است. آریو رو قطعی شهروند کرد، خودت هم شهروند کرد. تو 5 9 هم که دوتا مافیا نداره با کارت من دارم به مافیای 5 لایک میدم، به صابر میگم باید 5 رو گردن بگیری. تو 5 9 هم دوتا مافیا جا نمیشه که. پس تو 6 تا این ور یه دونه مافیا داره، تو 4 تا این ور دوتا مافیا. آرمان. صحبت میکردی دیگه. ببین آقای سعید، نمیخواستی راجع به این آریو صحبت بکنی؟ شما که منو مافیا نداشتی معارفه، قبل خودت که چیزی نفهمیده بودی. این آریو منو تارگت کرده بود و خودت و این آقای امدی رو تارگت کرده بود. امروز نخواستی اصلا راجع به اینو صحبت بکنی. بعد بیاد منو گردن بگیره. چرا باید منو گردن بگیره؟ برای چی؟ به نظرم مشکوکه آقا. این آقای آریو مشکوک بود. من تو 4 و 5 مافیا دارم دیگه. همین دیگه. این آریو باید صحبت میکرد. چرا صحبت نکردی؟ بعد من صحبت میکردی قبل من. چی با دست واسه چی نشون میده آی سعید؟ واسه این حرکت یعنی چی؟ من شوام؟ نه، میری بیرون آی سعید. میری بیرون. تو الان چالش میخواستی اینو بگی؟ این چالش گوهرباری که میخواستی بگیری این بود؟ تو که منظرم حتما مافیایی، چون این امدی ترنش گفت من با تو یارم. چون گفت آریا رضایی مافیاست. آریا رضایی مافیا باشه کارت مافیاییش میگه تو 2 3 4 که دیروز تارگت کرده یار داره که امروز بلند شده 8 9 10 رو با هم داره تارگت میکنه. آیا امدی ترنش 4 رو کاور کرد، به من گفت مافیا، تو رو هم مشکوک کرد. تو فهمیدی آیا امدی شهرونده؟ 4 و 5 باکس مافیا. پس حتما تو 2 3 مافیا هستش. حتما تو 2 3 مافیا هستش. این قضیه که حتمیه. این از این موضوع. من فعلا صابر رو آرومتر تارگت میکنم. بهش هم بگم چرا فکتش اشتباه بود. معارفه من بهت گفتم تو حسام محقق رو نتونستی بکنی بیرون. حسام محقق تنها کسی بود که تو اون بازی تو روش فشار گذاشتی. هویت کارتش فرقی نداره که مافیا بوده یا شهروند بوده، تو اونو روش فشار گذاشتی. تنها کس اون بوده. اونا نتونستی بکنی بیرون، من خواستی بکنی بیرون. این دیالوگ تخریبی با حسام محقق بود، نه که حسام محقق. من در ادامه هم بهت گفتم فکر نکنی من گفتم اون مافیا بوده منم مافیا. من اینو در ادامه حرفام بهت گفتم و تو اینو بهم گفتی. یکم فشار رود کمتر میکنم. بازی به نظرم تو 2 3 که حتما مافیا. چالش نگرفت. میدم به صابر بعد از من صحبت کنه. خب آقا ببین، من تو معارفه گفتم 2 3 5 مشکوکن. اینا الان همدیگه توشون همدیگه مافیا دارن دیگه. من بالا ببین آریای 5 اگر مافیا باشه حتما تو 2 3 4 یار داره. چون
روز معارفه اینجا رو با پرقدرت تارگت کرد. چالش سردست رو گرفت گفتش که تو 8 9 مافیاست. چیزی که البته آرمان راجع به آریو گفت امروز جالب بود دیگه، یعنی اینو آرمان اول گفت. پس بین 2 و 5 من اگر بخوام تصمیم بگیرم میگم آریو مشروب‌تره. به نظرم بین امدی و امین هفت هم مافیاست، چون امین هفت معارفش اصلا معارفه جالبی نبود. به من این خورده رو گرفت گفتش که آقا 5 4 رو تارگت کرده دیگه، تو باش چیکار داری؟ تو هم همین خورده رو از من گرفتی دیگه، منم 3 رو تارگت کرده بودم دیگه، تو با من چیکار داشتی؟ یعنی به نظرم معارفه جالبی نداشتی همین. امدی هم که الان 4 رو کاور کرد تو رو تارگت کرد، به نظرم اینجا هم میتونه مافیا نشسته باشه. خلاصش رو بگم به نظرم تو 2 3 5 7 به نظرم 2 تا مافیا نشسته. اینه به نظرم. اینجوریه بس. من شو ماریو، تو که گفتی دیروز 2 3 4 گفتی 8 9 منم تارگت کردی، مثلا امروز تو برو ببینیم قراره چیکار کنی. آقا من صحبت کنم. آریا رضایی شما معرفی کیا رو تارگت کردی مثلا؟ 2 و 3 و 4. سر دست کیو تارگت کردی؟ 8 9 10. آقا امدی چجوری فهمید من سایت بین من و توه؟ من با تو رو گردم بگیرم؟ آقای محمد امدی این شما 3 نفر رو تارگت کرده، من شما 3 نفر رو ایزم و خودش رو بردم تحت فشار. اومده ما ستا رو، من به آریا گفتم شهروند، به علیرضا گفتم فکر میکنم شهروند، اومده ما رو تارگت کردی. چجوری فهمیدی من بعد با آریا سایت بگیرم؟ محمد امدی که به نظر مافیاست با این ترنی که رفت. موین محمد امدی شهروند باشه امکان نداره بین 2 و 4 مافیا نباشه که من 4 مافیا نه 7. خب وارد بازی بشه من چی بعد 7 رو تارگت کنم؟ 7 نشون دلیل نمیده. نه من که 7 نه من همون بالا قراره مافیا پیدا کنم، قرار نیست دوباره به 8 و 9 تارگت بزنم یا 7 و 6 رو تحلیل کنم. چالش میدم به علیرضای نه به من برگردونه. این کارو میکنه علیرضا چون من صحبت نکرد. میخوای صحبت کنی؟ نمیخوای. پس 4 سعید صحبت کنه ولی تو به من برگرد. سعید جان صحبت کن. ببین صابر نمیذارم تو دک موزه بگیری، چون بدم میاد موزه من، چون الان تصمیم گرفتی به آریوی 5 تارگت نزنی دیگه. خب الان براش آز شهروند، من کسی بودم که آز شهروندی داره شما دو تا باکستون تو بازی شهروند باشه، اینا که دارن بینتون آتیش میندازن توش مافیا باشه. باز چجوری نفهمی تو 2 و 4 کی مافیاست؟ خب 3 هم مافیا باشه بعد باز شما دو تا آز بالا شهروندین دیگه. ببین علیرضا من تو رو هم مافیا ندارم، چون این چالشی که این آرمان داره ملق میزنه شما تارگتش نمی‌کنی. این آرمان داره ملق میزنه شما تارگتش نمی‌کنی. منو کاور کنی آرمانو تارگتش کنین دیگه، من دارم شما رو تارگت نمی‌کنم تو بازی. چیکار داری می‌کنی؟ ببین معین، این پنج دیروز گفته بود 2 3 4، امروز گفت 8 9 10. دیالوگای 8 9 10 و نسبت به 5 شنیدی. تحلیلی بود نگه 5 مافیا باشه تو 2 3 4 یار داره، درسته؟ وقتی 2 3 4 و 5 دیروز تارگت کرده بود امروز رفته 8 9 10، بهترین پوزیشن رو داشتن که آریو رو باش یه زرگری کوچیک شروع کنن. هیچ کدوم باش زرگری نکرد. هر دوتاشون گفتن سایت تو 5 و 10. 4 که گفت باز هر هم سه هم 4 آدز گذاشتن که مثلا 5 میتونه شهروند باشه. 10 هم تو موضع قوت نسبت به 5 دیدی چیکار کرد؟ از 5 کشید عقب. گفت آریو آروم باش، مافیای من 4. تو موضع قوت نسبت به 5، یعنی وقتی دک میخواستیم 5 بکنیم. تو 3 و 6 حتمی که مافیاست. آره 3 و 6 که حتمی مافیاست، چون تحلیل ما این تحلیل درست نبود. آرمان شماره 2 وقتی این فکت سخیف رو در مورد 5 آورد که این اگه این سه تا ما رو زده چرا حالا سه تا بالا رو میزنه، 3 نفر لایک محکم دادن. 6 9 10. الان 3 و 4 بستن 2 رو بکنن بیرون. 5 هم که یارش نیست. پس حالا بیشتر حرفای آرمان 2 رو گوش میکنین، حتمی تو 3 و 6 مافیاست. امین آقا امین با دست شما بازی کنیم تو 3 و 6 بیاریم بالا با شما 2 بدیم. شما خارج بازی بودی. آره پس 5 رو شما کاور کن دیگه. من میگم سایت تو 5 و 6. آقای محمد امدی سایدش با 2 دیگه، چون آقای امدی 4 رو داره کاور میکنه. آقای آرمان ورودش به بازی بود که تو 3 و 4 به نظر مافی است. آقای امدی با 2 سایت میگیره، آقای موین سایت میگیره با 5. اوکی چون آقای امین 7 شهرونده. موین شما با 7 نه، شما با 5 باید سایت بگیری.
من هم امروز حتما به رأی 2 میدم. رفتی بیرون میتونی 7 تا وصیت کنی. حالا من براتون دکو از پوزیشن خودم تحلیل میکنم. باشه من اینجا من تارگت یکم تو بازی مون جان شهروند شده تو بازی، به من بیشتر از اون شماره یک گفتن شهروند. من داشتم بد بازی میکردم، پلیرها فهمیدن از بد بازی کردن من شهروندم، داشتم سینای شهروند رو تارگت میکردم. پس من که تو پوزیشن شهروندم دیگه. من از کارت شهروندی خودم الان ساید بازی رو براتون تشخیص میدم. یک شهرونده تو 8 9 10 بیشتر از یه مافیا نیست. آقای آریو رضایی مجموعاً با معارف و روز یک 4 تا شهروند تارگت کرده. حالا نشسته با یه گوشیش دیگه. سایت تو 5 و 6. من به جفتشون رأی میدم، حتما بینشون مافیاست. آقای امینم فعلا واسه روز یک کاور میکنم، تو 2 3 4 هم مافیاست. آقای معین چی فکتی آورد؟ آقای معین گفت آقای آریو رضایی مافیان باشه تو 2 3 4 مافیا هست دیگه. معین جان درسته؟ سه به من گفته شهروند، 2 و 4 من تارگت نکردم. من دارم ساید میبرم تو پوزیشنی که تو دیدگاه شما و یار داشته باشم. سایت تو 5 و 6. صابر تو به کی چالش میدی؟ نمیدونی؟ من به کی چالش بدم؟ امین تو چالش رو میخوای؟ بدم به سه. خب سه، آقای سه صحبت کن لطفا. بله آقا، حرفای اشتباه، همتون حرفای اشتباه. 2 4 5 کدومش یار منه؟ دو معارفه گفت، امروز گفتش تو 3 و 4 مافیاست. من 4 رو کاور کردم، باهاش همساید نیستم. 4 امروز رفتش به 2 تارگت زد، اینم یار من نیست. 5 هم یار من نیست. کدومش یار منه؟ ساید میبندید تو 6 و 7 کدومش یار منه؟ امروز 6 پس از کارت یار بازی کردم. امروز گفتش تو 3 و 7 با هم یه دونه مافیا هست. پس هر مافیایی تو 2 4 5 6 7 باشه که یار من نیست آقای صابر. پس چجوری مافیات برای 4؟ اگه مافیات برای 2 4 که عمر من یارش نیستم که بخوام حرف نزده کاورش کنم برم تموم شد. پس حرفا اشتباهه، همه حرفا اشتباهه. آریو جان، این آقای آریو رضایی باید آقای صابر بکنه بیرون. من نمیذارم سایت بلند نشه از اینجا. حتما توشون مافیاست، حتما. آقای امین هم مشکوک بود ترنش. چجوری فهمیدی تو 3 و 6 مافیاست؟ من مافیام یا 6؟ من از کارت 6 به تو تارگت زدم وقتی خودم. من دارم فکر میکنم با این با چه کارتی، با موضعی که معارفه داشته عموما بهش گفتن شهروند رفته 4 تا تارگت زده، شما براش یار متصور نمیشید تو اونا. چون امین رفت بهش تارگت زد، آریا میخواد چیشو گردن بگیره، باید بگید تو باکس 2 3 یار داشته دیگه. 2 3 هم اونقدر زیر فشار نبودن که آریو کارتش جلوتر از همه بوده. آریو خودش یار معین رفت 4 تا تارگت زد، گفت 2 3 5 7. خودش یار معینه، آریو داره معینو گردن میگیره. باید یار براش بذاره. 4 تا تارگت زد. 5 و 6 باکسن؟ نه 5 و 6 باکس نیستن، بینشون یه دونه مافیا هست. ولی خب من معینو شهروند دارم. معین باید براش یار بذاری دیگه. آریو تو امین داره گردنش میگیره، آریو هم آها منم. آها خب بذار برات بگم. 2 3 5 7 تارگت های آقای معین بودن. من از سعید چالش گرفتم، 2 و 3 رو تارگت کردم، بردم زیر فشار. دارم به صابر فشار میارم که 5 رو گردن بگیر. معین با من همسایت کرده، رفته تو 3 تا تارگت من 3 تا تارگت زده. خب باید بگی یار سوممون اونجا نشسته. یار سوم میتونی برامون اونجا بذاری؟ کیه به من میگی؟ 2 3. خراب داری میکنی بازی ماریو، بازیمو داری خراب میکنی. شهروندی به معین نه، هر شهرونده بازی رو داره خراب میکنه. فقط یه ذره اگریسیو شروع کرد، داره خرابکاری میکنه. شهروندی معین رو کابل کن، بهش فشار نیار. به نظرم چالش سینا سو با چی میگین اصلا من نمیفهمم. این مایی که 8 آقای علیرضا که الان میگه آریو داره بازیشو خراب میکنه، از دیروز بازی از معارفه داشتی به 10 میگفتی که 5 رو گردن بگیر، درسته؟ آقای آریو عفایی امروز تهدید کرد صابر رو که 5 رو گردن بگیر. 5 از 10 اومد پایین، 10 هم قبول کرد. شما نمیخواین اینجا یه اعلام موضع بکنید؟ آریو عفایی 6 مافیا اصلیشه. تو مافیات کیه آقای علیرضا؟ مافیا اصلی بیست کیه؟ 3 چنده؟ 5 و 3 4 5. یعنی شما 8 9 10 باکس همه شهروندید با اینکه مسیراتون به هم میخوره ولی کاری با هم ندارید؟ بذاره عجیب نیست به نظرت اومد این سمتی؟ ببین این 5 خب موزش اوورد پایین. اول اومدش 8 9 10 و زد، بعد موزش اوورد پایین انداخت تو یاراش.
صحبت کنم. علی رضایی مافیات کی؟ سه. خب یه رای بدید سه، یه رای بدید آقای علی رضایی. آقای محمد امین، من کی تو رو با 4 باکس کردم؟ گفتم بینتون یه دونه مافیا نشسته که من متوجه نمیشم. من نگفتم تو با سعید یاری، گفتم بین شما دو تا مافیا نشسته. همین من با فکت مجزا. خب شما فهمیدی که 4 به من گفتی مافیا، الان به من میگی 4 بره. بعد شما مدعی شدی که دک داره حرفای اشتباه میزنه. وقتی دک داره حرفای اشتباه میزنه، شما تو این دکی که حرفای اشتباه میزنه نمیتونی مافیا پیدا کنی. چجوری الان مافیا پیدا کردی؟ مشکوکی. علیرضایی، ببین علیرضایی مافیا باشه تو 8 و 9 یار داره به نظر. ولی امروز نه، میگم اگه داشته باشه یه رای بدید سه، یه رای بدید 4. اینجا مافیاست. همین معینت تارگت میکنی از سمت علیرضا داره کاور میشه. حواست اگه پس شهروندی معینا قطعی مافیا داری، حواست به علیرضا باشه. من چرا علیرضایی ول کردم؟ چون از من رفتم تو سایت با علیرضایی، جفتمون تارگت میخورد. بسیار عجیب بود. یعنی آقای سه، آقای 4 با کارت علیرضایی اومدن و کارت منو تحلیل کردن. تو که شوروله و کارت علیرضایی منو تارگت زدی آقای سعید. مرسی. رأی رو شروع میکنم از سینا. رأی برای سینا 1 2 3. رأی برای آرمان 1 2 3. رأی برای اندی 1 2 3. دفاع. رأی برای سعید 1 2 3. رأی برای آریو 1 2 3. دفاع. رأی برای معین 1 2 3. رأی برای امین 1 2 3. رأی برای آریو یه لحظه. خب رأی گیری ادامه میدم از آریو. رأی برای آریو 1 2 3. رأی برای علیرضا 1 2 3. رأی برای صابر 1 2 3. خب امدی و آریو. امدی درباره. عفایی. آریو درباره. من امدیو با فکت امروز کاور میکنم، چون آقای امدی امروز به 4 گفته شهروند، 4 نیومده تو دفاع، خودش اومده تو دفاع، شماره 5 6 7 9 10 بهش تارگت زدن. این آقا مافیا باشه الان این فکت میشینه که اگه این آقا مافیا باشه یار بهش تارگت زده. حالا پس این آقا رو من با فکت کاور میکنم. آقای علیرضا شماره 9 فهمیده من شهروندم، بازیش دارم خراب میکنم، با صابرم دیالوگ نمیکنه. این آقای آریو رضایی تو دید آقای علیرضا الان باید 3 تا شهروند تارگت کرده باشه دیگه. علیرضا جان درسته؟ پس شما رای 2 تا امروز میدی به آریا، هم بازی میری بیرون. آریا هم منو وصیت کرده دیگه. آریا جان برو بیرون، منو وصیت کن، بگو اسنایپر منو بزنه. اگه 2 تا رفتم بیرون منو حداقل شهروند میشم دیگه. برو بیرون امروز هم اگه شهروند بودی حتما تو وصیت بچا رای 2 باید بدید آریا بازی بره بیرون. این پلیر 6 تا تارگت زده، میفهمین؟ 6 تا تارگت زده، گفته معارفه 2 3 4 با فک مرسی. مافیان، امروز گفته تو 8 9. تو کی فهمیدی باید با صابر دیالوگ بکنی؟ مگه آقا این تمام شهرونده آرژو دارن به من میگن شهروند. دادی به من آریو. ببین به آریوی شماره 5 2 3 8 9 رای دادین، درسته؟ 2 3 8 9. به سعید، به آقای امدی شماره 3 5 7 8 9 ده. آریو یه لحظه گوش کن. آریو شماره 8، به نظرت صابر که احتمالاً شهرونده، خودت هم دیگه متوجه شدی فعلا کاریش نداری، درسته؟ فعلا کاریش نداری. به نظرت توی 2 3 8 9 امکان داره با شهروندی صابر مافیا نباشه؟ حتما مافیا هست، حتما. پس یه مافیا حتما بین آریو رای داد. آریو روز معارفه 2 3 4 رو با هر چی تارگت کرد، با هر چی، با فکت غیر فکت تارگت کرد. روز یک شروع شد گفت 8 9 10، درسته؟ تو که یارش نیستی احتمالا، درسته؟ تو شهروندی، صابرم که احتمالا شهرونده. 9 مرسی. رفته بود با زرگری، یه جمله تمام کنم، رفته بود تو زرگری باهاش هی لایک میداد.
تو ترنش تو چالشش رفت 2 3 4 رو تحلیل کرد این آقای شماره 9. امری دفاع. خیلی خوب. ببینید بچه ها، تو 1 4 5 10 برخورد شروع بازی که بیشتر از یه مافیا نیست، درسته؟ تو 1 4 5 10 4 و 5 با هم دیگه لایک دادن رو مافیای 10، یک چلنج رو داد به 5 گفت به یک شهروند. پس اینجا که بیشتر از یه مافیا نباید تو ذهن باشه. من یار هیچ کدوم از این چنین نیستم. 1 به من تارگت زد، 4 یارم نیست کاورش کنم، 5 و 10 هم عمری یار من نیستن که بگم ساید بینشونه. اینجا که یه مافیا. تو 2 6 7 هم که عمری یار من وجود نداره. چرا؟ چون 2 من تو بازی بهش تارگت زدم، به من تارگت زد، من با 6 همسایت نمی‌کنم سر کارت 7. 6 هم اگه من باش همسایت کنم منو لادر نمیذاره بگه تو 3 و 7 تو بازی مافیاست. آریا عفایی که تو بازی یار من نیست، آقای علیرضا که امروز به من 1 داد. پس من که بهتون الان با فکت گفتم که نوچینم. من آقای علیرضا نوحو گردن میگیرم، به نظرم شویده که مافیایی. تموم شد و رفت. من برم بیرون فقط به ساید تو بازی میرم بیرون. با بازی مرسی. نمیتونی لاس بزنی هی کلتو تکون بدی. کی مافیاست؟ من میدی به من تو رو وصیت میکنم، اسنایپر میزنه. شویده که رضایی. به نظرم سایت توی 3 و 9 تشکیل شد. چون شما الان من فکت آنچینی بر خود نیوردی، صفر فقط منو کاور کنید. فکت آنچینی تو این دک دادی داره خودتون میاد، باید صفر منو کاور کنید. 2 3 4 بازی ازشون برداشتم، اینجا باید یار داشته باشم. 2 3 که بهم امروز 1 دادن دارن منو تارگت میکنن. 4 خودت کاور کردی شهروند داری. تو 8 9 10 کدوم یار منه؟ 9 یار منه. امروز بهم 1 داد اومدم بالا. ای بابا بد شد که. ببین من با فکت بهتون ثابت میکنم 3 و 8 آدز نداره باکس شهروند باشن من و مافیا داشته باشن. چرا؟ چون 3 و 8 باکس شهروند باشن باید بفهمن که توی 1 2 4 6 7 حتی من 3 تا مافیا درگیر نیستش. باید تو 9 و 10 خلق مافیا کنن. تو 9 و 10 حل خلق مافیایی بکنن من شهروندم دیگه. پس 3 و 8 که نمیتونن بگن تو 9 و 10 مافیا هستش ما باکس شهروندیم آریا رضایی رو 1 بدن. پس من به نظرم 38 مافیا هستش. مرسی. این چیزی از مشکوکیت علیرضا حسن‌آبادی هم کم نمیکنه. من امین و فقط شهروند دارم. اندی رضایی. ترتیب رأی گیریه. رأی خروج برای اندی 1 2 3 1 رأی. آقای سعید هستین؟ رأی خروج برای آریا رضایی 1 2 3 2 رأی. خروجی نداشتین. شب. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم ای شعله تابان من. هم رهزنی هم رهبری، همین سری همان سری ای نور بی پایان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو. ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو. ای یار من ای یار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من.
ای دین و ای ایمان من، خوش می روی در جان من، ای درد تو درمان من. به جز شماره های 2 و 8 آرمان و آریا وفایی بقیه تصمیم بدید. خب در شبی که گذشت خدافزی کردیم با آرمان و آریا وفایی. شروع صحبت امروز از صابر. میدم به سعید صحبت. ببین آقا، اگر 8 اسنایپر بوده به نظرم علیرضا رو زده، اگر 2 اسنایپر بوده منو زده. خب غیر از این نیست، کسی نمیتونه بگه غیر از این. نه معین اسنایپر بوده، به جز من کسی دیگه نمیزنه. 8 هم اسنایپر به نظرم به جز 9 دیگه کسی دیگه رو نمیزنه. به اون کاوریه. ببین صابر، میکشینم امروز، میخوام بکشونم کف دک، چون تو ته دست بودی، فقط من به تو رای دادم با ام دی. ام دی مافیا بود، چرا یاراش بهش رای نداد؟ من رای ندادم به تو. ها، بازی هم فقط فریز کردی تو من و ام دی دیگه. امروز میخوام بکشونم کف دک صابر. ما فهمیدیم منفی امدی رو گرفتی، تو فهمیدیم من مافیا. و کجا آرمان اسنایپر بوده تو رو زده؟ به چه دلیل شما رو باید بزنه اسنایپر سیت 2؟ چون رای داده. فهم. آقا همون سه و چهار با فرض اسنایپری آریو من میخوام برم جلو. میگم 5 شهروند. 5 شهروند کی بهش رای داده؟ 2 رای داد. خب 2 8 یه اسنایپر بودی با 5 رو زده باشه دیگه. 5 میشه شهروند. دیروز کیا به 5 رای یک دادن اومد بالا؟ 2 3 8 9. اصلا هیچ فرقی نمیدون دست آقای آریو. آریو بازی رو میبره جلو. من چلنج. امین قبول داری یه ذره بد جای چلنج بهت بدم خراب میشه؟ آره بذار بدم به کسی دیگه. امدی صحبت کن. بله صابر جان، پس بازم 3 و 4. آره یه شهروند آقای آریا رو ما کاور کردیم. آقای 2 تو بازی ترنش صحبت کرد، به من تارگت نزد، کاور. شهروندا رو کارتاشون رو میبینی دونه دونه، باز دنبال 3 و 4 میگردی دیگه. ببین آقا من بازی رو میبندم، 5 9 10 رو گردن میگیرم، بقیه رو هم تو بازی کاور میکنم. تموم شد و رفت، خلص و تمام. 5 9 10 به نظرم چه تیم مافیایی. بازی دیگه جای دیگه هم نمیره. چرا؟ چون آقای آریا امروز داره میگه آریا تو بازی شهروند. پس 2 تا شهروند 2 دادن تو بازی، 2 تا شهروند 2 دادن. مافیای آقای 4 بهش 2 نداد، حداقل مشکوک بشه. اون یکی مافیای کجا بوده؟ خود آقای آریا که امین رو تو بازی شهروند داده. آقای علیرضا هم کیو تو شهروند داره؟ معین رو شهروند داره. اینا این چرا 2 بهش نداد؟ کسایی که بهش 1 دادن چرا 2 بهش ندادن؟ خب ما یارشیم مثلا برای چی بهش یک دادیم؟ این چه صحبت؟ از چی ترسیدیم؟ ما که موزه داشتیم تو روز یک. بعد آریو 3 تا شهروند روز یک تارگت تو معارفه تارگت کرده، بلند شد روز یک 2 تا یار تارگت کرده. 5 8 9 10 2 3 4 3 تا شهروند بودیم، بلند شد روز یک داره لایک میده به این قضیه. وای ببین هر کدومشون مافیا بود، اسنایپر بوده که آریو رو زده. من آدز میذارم بیشترم آریو عفایی اسنایپر بوده، چون با پا رای داد. حس میکنم میخواست بیشتر بفهمونه که اسنایپرم. آدز میذارم آریو عفایی اسنایپر بوده. به خاطر این میگم آریو دیروز. صابر اگر شهروندی، من دارم به معین شک میکنم. سعیدم شهرونده. چرا؟ چون سعید دیروز اولین نفر گفت 50 باکستون آدز داره شهروند باشید. سعید اینو گفت، تو داری بهش تارگت میزنی. من الان دیگه دارم به معین شک میکنم. یواش یواش سینا رو شهروند داری تو؟ سینا سیف ها. سینا سیف. چالش میدم به آریو. آریو بده به سینا، سینا بده به من. خب الان که تک شهروندتون باید من باشم. هم 2 رو کاور کردم، گفتم 2. نه دیگه، 2 مشکوک رو من کاور کردم. 5 رم کاور کردم که الان آدز اسنایپری جای دیگه نباید، نمیتونیم بذاریم.
بچه ها به نظرتون 3 4 9 چین مافیا نشسته؟ از معلومه تو 1 6 مافیاست، اینکه واضح برهنه است. لخت تو 1 و 6 مافیا نشسته. این از این. دیروز 3 و 4 گفتن تو 5 و 10. صابر 5 الان به نظرت اسنایپر زده، درسته؟ 3 و 4 گفتن اگر 5 و 10 آدز شهروندی داشته باشن 2 مافیاست، که 2 هم الان خونده شهروند. پس اینا به خیلی شهروند تارگت زدن تو 3 و 4. یعنی به نظرم تو 3 4 6 خیلی مافیاست. خب حالا صحبت کنین چون یک سینا یک سینا هم خیلی مهمه. یعنی یک سینا رو من باید به روند دیروزش فکر کنم. یک سینا شهر بشه یه طوری گردنت میگیرم یه طوری گردنت میگیرم تو دک. کمکت میکنم. این گردنش بگیری کمکت می‌کنم. آیه امدی فکر کرده دک معلولین باره بازی میکنه، ما هممون چلاقیم. این چین 5 9 10 که زدی الان اسنایپر کجا رفت؟ چون این شهروند 4 داره میگه 8 اسنایپریه که درباره رو گرفت به من 2 داده رفته 9 زده. این پلیر تو کوزاوا بازی میکنه. آرمان سوپر هم 2 رو به من داده رفته دیوار رو زده. امدی این چین 5 9 10 که زدی، اسنایپر کیو زده؟ پس اسنایپر خودکشی کرده شب به گناهاش فکر کرده گفته من خودمو میزنم. امدی چرا اون رو نگاه میکنه؟ امدی اسنایپر کیو زده چین 5 9 10؟ بالش کی من میدم بالا. سینا بعد از من صحبت کنه. صابر جان شما کلا به من نمیخواد چالش بدیم بازی دیگه. دیروزم دادم برنگردون. ببین آقا دیروز رأیای آریو 3 و 2 تاش موندن از رأیای آریو دیگه. 3 و 9 موندن تو بازی. پس تو 3 و 9 که باید مافیا باشه. آریو تو میخوای منو بکنی بیرون؟ من دیروز بهت رأی 1 ندادم، تو میخوای منو بکنی بیرون؟ اه، بین 3 و 9 که حتما باید مافیا باشه. کیا به 3 رأی 1 دادن دیروز؟ کیا به 3 رأی 1 دادن؟ 9 داده دوباره، 10 داده، 7 هم داده دیگه. الان آقای امین 7 خودش 3 رو کاری نداره، میگه میخوام موینو بکنم بیرون. عجیبا غریبه. این امین رو شما کاور کردین ها. من برام از معارفه فکت مافیایی داشت. این امین شماره 7 رو شما کاور کردید. امین جان دیروز مگه سایت تو 3 و 6 نبود؟ خب الان 3 دیروز رای 1 داده به 5 شهروند، امروز دوباره سایت شد توی 1 و 6. تو که به نظرم خیلی مشکوکی امین. یعنی من تو رو شهروند ندارم. امروز که تو 3 و 9 من رای میدم. از توی رای یکای آریو باید حتما مافیا باشه دیگه. یه رای میدم به 3، یه رای میدم به 9. این چینی هم که امدی زد امروز خیلی غیر منطقی بود. آقای علیرضا هم تا دیروز ما رو شهروند داشت، تو وقاحت فهمیده که موی مشکوکه. تو 8 نفر فهمیده موی مشکوکه. یه رای میدم به 3، یه رای میدم به 9، یه دونه هم توی. خب من صحبت کنم. اول اینکه امین جان شهروندی به این برند رسیدی بین 1 و 6، برو همون 6 رو گردن بگیرش. آقای علیرضا حسن آبادی، رسیدی به سیف بودن سینا با صابر دیالوگ میکنی داداش؟ دیروز تو رای 2 دادی؟ رای 2 ندادی. این 3 میدونی تو دفاع چی کار کرد تو بهش رای 2 ندادی؟ بعد شما مگه کسی نبودی که به صابر رو تهدید میکردی که باید 5 رو گردن بگیری؟ دیروز داشتی به آریو وفایی میگفتی چی؟ 6 رو ولش کن، 5 مافیاست. آقای امین 6 مافیاست. چینش میشه این شماره 9 علیرضا. چینش میشه این شماره 9. آریو رو شهروند داشت، مسیرش کاملا مختلف بود ولی شهروند داشت. آریو داشت میگفت 5 مافیاست، ایشون داشت میگفت نه. این چیز داشت میگفت 6 مافیاست، این میگفت نه 6 شهرونده ولش کن 5 مافیاست. درسته؟ ببین چین 5 9 10 که نیستش. صابر بعد از من صحبت کن. همین ببین تحلیل منو گوش بده. تو به نظرت 3 4 9 دوتا مافیا هستش که 3 دیروز اسنایپری بلند کرد رو 9، گفت 9 اسنایپر بزنه. 9 با 3 درگیر بود. سعید امروز چالشو بگیره بگه هر اسنایپری بوده 9 زده. من بعید میتونم 3 4 9 دوتا مافیا باشه، ولی خب بگیم تو 3 4 9 10 دوتا مافیا. من هر جور حساب میکنم سینا سیفه. یعنی هر جور حساب میکنم سینا سیفه. این موضوع اول. موضوع دومی که 3 رو هم امروز 1 میدید میاد بالا. دوستان گرامی این چین 5 9 10 رو من حتما باید بررسی کنم که چطوری 5 9 10 چینم. حتما این موضوع باید بررسی بشه. آیا امدی امروز بیاد بالا.
این 5-9 بررسی شد. امروز آقای امدی میره بیرون، اون مافیا یعنی میره بیرون. شب کارگاه استعلام آقای علیرضا مهم این میشه. ببین همین حرکت دوست نداشتم، یعنی یه لحظه آت مذاکره بودن توی ذهنم اومد و این کارو که کرد، چیزایی که چی بود. چون دو نفر رو میگی، دو تا مدعی که 2 نفر رو کاور کرد، اون 2 نفر رو منم کاور کرد. ما یعنی 2 تا شهروند دیگر رو کاور کردیم. 4 نفر تو 6 نفر نتونستیم یه دونه مافیا ازشون بکشیم بیرون با هم متفق بشیم. کاملا ضد هم رفتیم. این هست. آقا یه نفر باید مثلا یه پوینت خریده باشه. 2 8 یکیشون اسنایپر بوده، غیر از 5 زده باشن بعد بازی فوششون میده. قبوله؟ پس بازی میدیم اصلا آریو رزا. آره. چالش موین بعد از من صحبت. ببین امین، من 50 که تارگت نکردم که تو نوبتم، رفتم 2 رو تارگت کردم. گفتم شما دو تا اگر شهروندین 2 نمیتونست شاد. من نرفتم 2 و 5 10 رو با هم تارگت کنم. آقا همین جان که میگی سعید مافیا شهروند زیاد تارگت کرده، حرف اشتباه. سینا هم حرف اشتباه داره میزنه. عمری علیرضا و معین با هم چنین باشن. میدونی چرا سینا؟ علیرضا کسی بوده که رفته معین رو کاور کرده دیگه، پس معین سایت بالاش بوده. امروز نمیاد بگه آقا نه معین دیگه، من کم کم به معین شک کردم، معین بره معین رو مشکوک کنه، معین بگه آقا سایت تو 3 و 9 تو بازی. و اینا رفتن پشت به پشت هم تو 10 نفر بازی کردن دیگه. امروز که آزار یکی رو پوش کنن بازی رو ببرن که دیگه کاوری از رو هم ور نمیدارن دیگه. همون کاوری 10 نفرشون ادامه میدن. امروز حداقل فشار میزنن یه شهروند رو بازی بکنن بیرون. پس حرف تو که چین 6 و 9 با هم به نظرم اشتباس. سینا تو هم به نظرم حرف اشتباه زدی تو بازی. همین فعلا نیکس. ببین آریو جان، من توی معارفه خب بعد خودم 8 9 10 بهم گفتن شهروند، یعنی موزم خیلی بالا بود توی معارفه. فرداش اومدم، یعنی میتونستم راحت یکی رو پوش کنم. فرداش اومدم گفتم سایت توی 3 و 7. از همونجا رفتم تحت فشار، یعنی اصلا کلا دیگه یه سریا به من گفتن که آقا تو دیگه شهروند نیستی. گوش میکنی؟ پس حتما تو 3 و 7 باید مافیا باشه. حالا به نظرت امدی چرا اومده امروز این چین عجیب غریبو زده؟ برای اینکه به نظرم مذاکرهش یک میتونه باشه، یعنی می‌خواسته خروج خودش باشه. من به نظرم 3 و 1 با هم میتونن چین باشن. این آقای سینا خطیبی تا یه دونه تارگت از امین خورد، یعنی امین گفت بین من و خودش مافیاست. من به امین شک داشتم، گفتم نمیدونم بین خودتون. سری گفتش که نه امین تو شهروندی، معینو بکن بیرون. مگه میشه آقای سینا خطیبی تو کل بازی هیچ جا اسم من نیاوردی؟ تا این امین ما تارگت گفتی امینو بکن بیرون. من به نظرم 3 و 1 با هم چینن. این چین عجیب غریبی که آقای ام دی زد خیلی عجیب بود. من امروز فقط به 3 و 1 رای میدم. بله، چالش برای آقای علیرضا. ولش کنید دیگه. شما فهمیدید یه جایی که اسنایپر، آریو جان سرتو بیار بالا عزیزم. شما فهمیدید یه جایی که اسنایپر 5 رو زده. خب 5 میشه شهروند. 4 تا رأی یک داشته دیروز. 2 3 8 9. 2 و 8ش تو بازی نیستن. من و آقای شماره 3 میایم تو دفاعی، حتما بین اون مافیا هست دیگه. 4 تا شهروند که به یه شهروند یک ندادن که. پس جای دیگه تارگت نزنید. سینا جان شما هم اگر شهروندی، من بازم به تقلب میرسونم، چون من امروز از کارت خودم و یه شهروندی که اسنایپر زدتش یه دونه مافیا دارم. شما یه ترن اشتباه پر کردی، الان بیانش میکنم. من مافیا باشم 3 و 5 شهروندن به نظرت؟ 5 شهرونده 3 شهروند نیست. اون دیالوگای دیروز دفاعیش به نظرت میتونه یار من باشه؟ حالا من رفتم معین یارم رو کاور کردم، رفتم به 2 تا شهروند تارگت زدم. باید بگی 3 6 9 دک تیم مافیا. میتونی اینو بگی؟ اگر ما دک تیم مافیاییم، بیا تو 8 نفر، من میخوام یکی از اعضای ساید اونو بفروشم. منو سه رو بیار بالا. آقا جدا شما تهران آقای علیرضا رو گوش میکنین و بشه. خب معین جان شو نکن دیگه، معلوم مافیا تو تا 1 و 3 با هم دیگه یارن. 1 سر ترنش گفتش من به نظرم آقای 3 مافیاست، با آریو کاور کرد. آقای آریو 5 گفت که تو چقدر شهروندی. من دیدم یارم مذاکره کننده رو آقای آریو کاور کرد، گفت تو چقدر شهروندی. رفتم تارگتش کردم. 3 شهروند تارگت کرد، من رفتم تارگتش کردم. ببین آقا گوش بده این آقای علی، شما دفاع منو گوش کردید. من دفاعم گفتم شویده که مافیا کیه؟ آقای علیرضا به من 2 نداد.
امروز داره میگه بین من و آقای امدی مافیاست. شما اگه نفهمید بین من و علیرضا، صابر جان من به نظرم شما مافیایی. خب به نظرم شما مافیا یار آقای علیرضایی. چینتتون هم آدز داره معین باشه، آدز داره معین باشه. من کاری ندارم، امروز یک به یک من آقای علیرضا رو باز میکنید دیگه. شما من گفتم بهش شویده که مافیا بهم دو نه. چالش بر امین بعد از من. چه خنده‌دار صحبت میکنی، اصلا گوش نمیدی. پس 9 منو صفر مافیا داره، 10 لایک میده، امین میگه که بین 1 و 6 مافیاست، آقای 6 فهمید که من مافیا، 5 میگه سیف منم، سعید میگه من حرف اشتباه گفتم که امین اگه شهروندی من اون شهروندم، بین 1 و 6 داری میگردی، برو همون 6 رو گردن بگیر. گفت به شهروندی تو برسم سینا میرم 6 رو گردن میگم، گفتم برو گردن بگیر. به اون گفتم شهروند، به تو گفتم مافیا که چین میچینی. بین 9 مافیا کسی هست که نداشته باشه؟ کدومشون یار منن؟ تو که مافیایی علیرضا، یعنی تو از اینجا مشخص مافیایی داداش من. تو دیروز بازی رو می‌خواستی بندازی رو 5 و 10 و تهدید می‌کردی که چرا 5 رو گردن نمیگیره. امروز رسیدی به شهروندی 5، چجوری به شهروندی 10 رسیدی؟ 9 که به نظرم مافیاست. چین تو کاری ندارم آقای علیرضا. اصلا من سیفتم. من با کی مافیا؟ من با 3 مافیا. من روز یک پا شدم گفتم 3 فکت واسه 3 آوردم، با آریا عفایی چیکار کردم؟ صحبت کردم، دیالوگ کردم. همین آقای اسنایپری که میگین رفته بیرون، شهروندش کی بود؟ من. امروز 8 نفر تو بازیم، 7 نفرتون میگی سینا مافیاست. خب بچه یه لحظه گوش کنین. دیروز به آرای شماره 5 کردن شهرونده، راه دیگه جز شهروند کردنش نداریم که به نظر من شهرونده. 2 3 8 9 رای به این آی ام دی کیا رای دادن؟ 5 7 8 9 10. 8 شات شده، 2 شات شده، رفتن خوندن شهروند. سونا که واضح سایده، اینجا مافیا نباشه که بازی رو میبازه. این که اصلا هی دارم فکر میکنم کدومش مافیاست. این الان مطمئنن که بین شما مافیاست، این که شکی شبهه‌ای توش نیست. ولی هی فکر میکنم کدومتون مافیا. آریا میدونی چیه؟ سه سر دست دیروز گفت 4 شهرونده. خب سر دست تر نشسته گفت 4 شهروند. 9 علیرضا هم امروز گفت 4 شهروند. خب بله من میتونم ممکن ازت بپذیرم 4 شهروند. ممکنه. اگه ازت بپذیرم 4 شهرونده، ممکنه حتی یک اتفاقایی هست که 10 صابر مذاکره کننده باشه که یار. رأی رو شروع میکنم از صابر. رأی برای صابر 1 2 3. رأی برای علیرضا 1 2 3. دفاع. رأی برای امین 1 2 3. رأی برای معین 1 2 3. رأی برای آریو 1 2 3. رأی برای سعید 1 2 3. رأی برای اندی 1 2 3. دفاع. رأی برای سینا 1 2 3. علیرضا و اندی. علیرضا درباره. اندی درباره. آری رضایی. صابر. ببین علیرضا بدون رأی منه. دیک به من گفته شهروند، من به 7 و 6 رأی دادم. 7 و 6 کسایی که رو گردن هم میگن، دوتاشون تک رأی، یکیشون رأی من، اون یکی هم رأی من فقط. این حرکات شدید سینا و علی. ولی ببین آخه من باید بگم آریا رضایی شهروند واقعا. خب پس باید با دست اون بازی کنی. پس آریا تو باید تعیین کنی، چون تو به علی رضا رأی دادی. من شهروندم، علی رضا رأی نداد. ام- محمد امدی رأی دادم. محمد امدی باکس 9 مافیا داره، تو رو مافیا داشته. پس ما برای اینکه تو رو از دفاعی خلاص کنیم باید جفتمون با هم بکشیم تا علیرضا رو وصیت کرده، گفته تو بکش. به من ما مرسی. نگفت مافیا، من کشیدم. من باید رضایی. دفاع رو گوش بدم. من نکته مشکوک علیرضا برام این بود که وقتی داشت سینا حرف میزد به سینا دیسلایک بود، چون من تقریبا دیگه مطمئنم سینا مافیاست، چون هر مافیایی توی 3 4 9 10 هستش سینا رو تارگت نمیکنه. امروز من و معین و امین بهش یک دادیم. هر مافیایی تو 3 4 9 10 هست باید سینا رو تارگت کنه امروز برای اینکه از فشار اون یکی مافیا خارج بشه.
سینا رو هیچ کس تارگت نمیکنه. من منظورم سینا حتما مافیاست. یعنی از این قضیه من امروز اکت امدی که 10 رو دیسلایک داد برام شهروندی تر بود، ولی خب دفاع رو یه دور دیگه گوش میدم. من گفتم علیرضا اون نکته که یکو برام دیسلایک داد برام مشکوک. خب بریم یه دفاع. یه لحظه خانم، دفاع واژه‌ش نمیشه گفت. دفاع باحال برای آریو داشته باشیم. آریو جان، من برای اینکه الان خودت شهروندی دیگه، اسنایپر الان دیتاش تو بازی که شما رو زده. من 1% به یه شهروند دیگه فشار بیارم نمیتونم تارگت خودمو بکنم بیرون. سینا آد شهروندیش 1% هستش یا نه؟ 1% که آد شهروندی داره. آد شهروندیش، آد مافیاییش که قطعی نیستش که 1% به یه شهروند دیگه تارگت بزنم نمیتونم تارگت هم بکنم بیرون. تارگت من کیه؟ از کارت توی شهروند مشخص شده 4 تا شهروند به شما یک ندادن. به خاطر همین به سینا خطیبی دیسلایک میدادم که اگر شهرونده کمکم کنه بتونم تارگتمو بکنم بیرون. اکسپت. حالا من الان به امین مشکوکم. امین داره میگه علیرضا مافیاست. آدز مافیایی داره که صابر مذاکره کنندشه. خودش تو تصویر 3 بار بیان کرد که علیرضا دیروز به 5 و 10 لایک میداده که برید ساید همدیگه رو باز کنید. صابر مذاکره کننده علیرضا، 3 بار تو تصویر لایک میدادم که برید ساید آریو رو باز کنید. آقای سعید شهرونده. به سعید شهروند مسیر دادم که داری 2 شهروند رو تارگت میکنی. نه خیر، دیسلایک. باید 3 شهروند رو تارگت کنی. یعنی اینکه سعید شهروند رو از روی شهروند دیگه مسیرش رو برداشتم، گفتم یه شهروند دیگر رو باید تارگت کنی. باید بگید 3 و 9 باکسن. من میخوام امروز یارم رو بفروشم. امین مرسی. مشکوکه که داره به من تارگت میزنه. آریو شهروند، صابر شهروند، آدز خیلی بالا. سعید هم شهروند، آدز داره 1-3-6 که تیم مافیا باشه. امری. بعد ترنای مافیا رئیس تیم مافیا رو گوش میدی. ببین عزیزم، آقای امین برات مافیاست. آقای امین برات مگه مافیا نیست؟ اولین کسی که به آقای امین تارگت زد من بودم. این مورد اول. شما 1% شهروندی سینا میگی 1% شهروند باشه، پس 2 تا شهروند. من مافیا بودم اومدم تو دفاعیه، امین گفت بذار به اون یکی یا به سینای شهروندم رای بده. تو اگه برات امین مافیاست که دیگه آد شهروندی نباید سینا باید واسه شهروند باشه دیگه. امین مافیا وقتی سینا باید برات شهروند باشه، چون امین یار من بود، من حتما 2 میدادم میآوردم. ببخشید امری، یه لحظه صبر کن. سعید از لینک پرید. بفرمایید. اومدی سعید جان. من چرا دارم میگم؟ ببین آقا، من چون این آقای ترنای آقای سعیدم اونقدر برام شهروندی حقیقتش نبود. من داشتم فکر میکردم آرمان نصر ممکنه اسنایپری بوده که سعید رو زد. حقیقتش رو بگم چرا داشتم کاور میکردم، میگم تو 14 یه دونه مافیاست. خودم و کارتمو میکشم عقب. من 9. گوش بدید بچه‌ها، من دیروز تو دفاعیه گفتم تو شویی، به من 2 بده، کارتتو رو کن. این نداد. امروز تو دفاعیت میگه 1-3-6 شینن. من از کارت یارم رفتم به امین تارگت زدم. این 1-2. آقای آریو یارمو کاور کرد، رفتم بهش تارگت زدم. مذاکره کننده باید سینا باشه دیگه. امروز 3 شهروند بهش رای دادن، آقای معین، آقای آریو، آقای امین. وقتی آقای آریو گفت تو چقدر شهروندی، من نمیدم به آریو تارگت بزنم، با آریو دیالوگ میکنم، میگم اوکی آقای. علیرضا امدی، ترتیب رای گیری. رای خروج برای علیرضا 1 2 3. 2 رای. رای خروج برای امدی 1 2 3. 3 رای خروج نداشتیم. شب تصاویرتون ببندید. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق،
بیچاره شدم. بال من بیسایه شد از بس که افتادم به خواب. کنج خانه مرغ بی پرواز و بیکاره شدم. تا کجا باید روی، تا کجا باید روی یارم، بیچاره شدم. من که از سیپاره قرآن نخواندم یک کلام. پر عشقم چنان کردی که سیپاره شدم. تا کجا باید روی، تا کجا باید روی یارم، بیچاره شدم. صد هزار رحمت به تیر ناسواب دشمنم. اندکی مرهم مداوا می کند زخم تنم. تیر بی به جز شماره 7 آقای امین بقیه تصویر بدین. شروع صحبت‌های امروز از رضایی به سمت معین. بعد آقا سعید یه چالش بگیر. آقا سعید چالش صحبت کن. امروز تک این سینا مگه میتونست مسیر داشتی به علیرضا رای بدی؟ علیرضا کسی بود که آد شهروندی گذاشت، تارگت آریو رو به جون خرید. آریو مافیایی تو رای یک کشید زیر علیرضا، تو مگه میتونستی هم به علیرضا رای بدی؟ اصلا مگه میتونستی؟ امروز من هم به یک رای میدم هم به سه، دیگه سه هم کاور نمی‌کنم. امروز به یک و سه قطعی رای میدم، ولی امروز سینا بازی میده. با شما ای تو رای گیری ندیدیم به 9 رای داد، ما کشیدیم زیر 3. اصلا من دلیل نیم پشوام بریزه حقیقتا. امروز تک سینا خطیبی رو بکنید از ذکر بیرون. دیگه امروز تو 3 و 9 معلومه مذاکره کننده نیستش. دیگه امروز باید قمار مذاکره. سینا من شما شهروندی من ازت معذرت میخوام، شما مذاکره شهروندی باید بری بیرون، باید بری بیرون تو هفته. امروز دکیه 6 تا رای، 6 تا نکس بدید، 6 تا رای بدید همون سینا بره بیرون. چالش میدم، بذار فیر بازی کنیم، میدم امدی بعد از من صحبت. ببین آقا، این 5 آریو رو کسی مافیا داره؟ کسی که مافیاش نداره دیگه، یه اسنایپر زدتش. این 7 امین هم شهروند مگه نبوده؟ 2 تا شهروند، اصلا من نمیدونید چیم. حداقل 2 تا شهروند تو 8 نفر که مافیا پوش کنه تموم بشه بازی، شات بزن تمام، رأی دادن دیگه به آقای ام دی. پس دیتا مافیای ام دی که تو بازیه. این از این. حتی من میگم آدز داره 3 و 9 با هم مافیا باشن که 3 نرفته ها. اینم من میدونم بگم اینم. خب هر کدوم مافیا باشن باز باید بگی یک مافیاست دیگه. این سعیدم اگر ما ببین، یعنی چین یا چین 3 4 9 یا چین مثلا 1 3 4 یا مثلا 1 3 10، هر چینی من میچینم این سینا خطیبی که توش مافیاست. سینا خطیبی که توش مافیاست، ام دی مافیاست، تو 4 9 10 یه دونه مافیاست. پس 3 و 1 با هم چینن دیگه. این امینم دیروز داشت میگفتش که یک به نظر بین من و یک مافیاست دیگه. من به امین رای ندادم، به یک رای دادم. 3 مافیای سیف میخوایم، 3 مافیای مذاکره کننده احتمالاً 1. بله، پس آقای علیرضا شهرونده جدا. من به نظرم 6 و 9 که معلوم. آقای صابر، شما من دفاعیم مگه 2 ندادی به آقای علیرضا؟ من به نظر یار علیرضا هم تو دفاعیم بگم شو کن بهم 2 بده. من چون با بیس مافیای علیرضا دارم بازی میکنم، دارم از توش چین میخوام در بیارم یعنی 4 6 9 الان حداقل چین میشن. من آقا سینا رو کاور میکنم، تموم شد. تموم. من با بیس مافیای علیرضا دارم بازی میکنم. خب هر کی هم که تو بازی بخواد بازی رو از روش بلند کنه، یارم بهش 2 داده، من کاورش میکنم. هم صابر رو کاور میکنم، هم سینا رو کاور میکنم. تموم شد و رفت.
سعید جان چالش رو بگیر. بذار سینا صحبت کن. سینا بعد از من صحبت کن. خب آقای امدی معتقدن که جایی که دو تا شهروند به شما دو دادن 4 6 9 یکی از اعضاشون که دلش درد میکرد تمایل نداشت به شما دو بده، پس 4 2 نداد. ما یکی از اون شهروندایی هم که به شما دو داد ازش خوشمون نمیاد، رفتیم کشتیم، گفتیم تو بمیر، امروز به رأی تو نیاز نداره. خب صابر رو میزدیم دیگه. یک شهرونده. خب من جایی که سینا خطیبی جایی که تو 3 تا رأی داشتی من به 4 ندادم بیای تو دفاعی، حق رأی خودم باز شه. امروز هم که 7 تا زدن که سه بره بیرون. گادفادر مافیا ساده است سه. آریو جان شما شهروندی، موضعت هم بالاست، آدز داره واقعا. صابر تو چرا به من 2 دادی داداش؟ تو تصویر دیدی من روز یک میگفتم 8 شهروندی داری بازیمو خراب میکنی. آقای امدی من روز یک سعید رو کاور کردم، 6 معینم کاور کردم. آقای امدی داره میگه علیرضا مافیاست که 2 تا یار کاور کرده. صبح بخیر ایرانی. من بچه کدوماتون شهروندی؟ مگه میشه اینجوری بازی کنی؟ آقای آریا رضایی شما شهروندی؟ دهم من شهروند نداری؟ 2 نفر تو هشت اومدن بالا، این علیرضا دستانوردی 2 تا رأی داشت. من که میدونم خودم شهروندم و تو هی میگی شهروند. این 4 رو میبینی بین 3 و 9 این مافیا نیست؟ حداقل یه دونه. این چجوری شرکت نکرد تو رأی گیری؟ دک که میدونید مذاکره است، زره پوش داره، خب مافیا میترسه. اساتید مگه میتونه این شرکت نکنه توی رأی گیری؟ سیف میشه سعید. من که کارت خودم رو دیدم شهروندم. این صابری که منو مافیا داشت با همدیگه رأی دادیم به نو. نه اصلا این حرکت زشته علیرضا، اصلا این کار رو انجام نده. مافیای علیرضا. ببین من کارتم شهروندی. چالش میدم به آقای معین. گفت به من چالش نداد. شات امین اینی که آقای محمد امدی بره. خب محمد امدی که مافیاست. فقط باید آنالیز کنه داره یار فرضی سینا رو بازی میکنه. خب علیرضا جان یک مثل مافیا درسته. این تو مشخص با سه چینی. آره با هم چینی بگید. سعیدم هرکی الان چی شد؟ یه موضع گرفتی تو. نمیشه شهروند رای نده. یا من شهروندم یا آقای آریا رضایی. چجوری رای نمیدی؟ خب آقای امدی یک دیسلایک 4 دیسلایک 9 6 مافیا چین سه. بابا تو که مشخص مافیه محمد چی میگی؟ من این کار نمیخوام بکنم. مذاکره هستی یا نه؟ محمد مافیاست این نظر. این که تموم شده. شات امین اینه که نشون بده این مذاکره کننده نیست یا اینکه هست. اینو واسه من معلوم کنی. من به نتیجه نرسم اصلا واسه مهم که نمیدونم یه جا دیگه امدی بره. ببین آقا، ببین نمیدونم سینا خطیبی و آریا امروز یه دونه تک دفاع بگو بکنیم بین 1 و 3، چون 3 که معلومه مافیاست. من نمیدونم واقعا مذاکره کننده هست سینا یا نه، یعنی من نمیتونم این ریسکو بکنم. به نظرم 3 امدی بره. بابا 3 امدی دیروز میگفت چین 5 9 10، امروز میگه چین 4 6 9. عجیبه، مگه میشه آخه نفهمید این مافیاست؟ من نمیدونم کدومش. صابر تو دیروز باید رأی میدادی به 3 ها، تو باید به 3 رأی میدادی دیروز. خیلی برام عجیبه. آقا من ببین توی 4 9 10 یه دونه مافیا هست به نظرم. 3 و 1 چینن. حتی خود 3 هم آدز داره مذاکره باشه. من به نظرم توی 4 و 9 و 10 مذاکره ننشسته، یعنی مذاکره بین 1 و 3 نشسته، یعنی مذاکره کننده بین 1 و 3 نشسته. پس امروز یه رأی میدم به 1، رأی میدم به 3. کسی هم که منو مافیا نداره با دست من بازی کنه. من دیروز هم به 3 رأی دادم هم به 1 رأی دادم دیگه. به من بباز دیگه آقای صابر اگر شهروندی. آریا صابر شهرونده به نظرت؟ چون صابر دیگه لبه ماتریکسه دیگه، قدم بعدی از ماتریکس خارج میشه کلا. سینا جان اون حرکت هم من نشون دادم، ازت عذرخواهی میکنم. صابر جان من میتونم مذاکره کننده باشم؟ من میتونم واویلا. من دیروز به امین شهروند گفتم امین جان من به شما هم تارگت نمیزنم، میخوام 3 رو بکنم بیرون، بیا از من بخر، میخوام 3 رو بفروشم. به کجا میخواستم برسم؟ یه دونه مذاکره. من اصلا نقش خوب نمیتونم در بیارم، اصلا نمیتونم خوب نقش در بیارم. حالا بخوام شهروند ساده پیدا کنم نشینه چی؟
بعد من جایی که 3 تو دفاعیه بوده 1 3 تا رأی 1 داشته بهش یا رأی 1 ندادم. باید بگی یک مذاکره کنندم نخواستم بیاد دفاع دیگه. وگرنه یه رأی 1 هم می‌کشیدم زیر یک تا تا تکای بعدی هم آنچین میشدی. پس امروز خب ببین اینجا که مشخصه من که امروز خروجی بازی هم. اوکیه مشکل نه. یه لحظه بچه. اوکی هم اصلا مشکل همینجا بازی تموم بشه. خب پس من مذاکره بودم که تحت فشار بودم دیروز. سیف سه تاتون من بودم. خب گوش کن. سیف سه تاتون من بودم، مذاکره کننده هم بودم. خب دیروز میکشیدم زیر این یارم شماره 3 مذاکره میکردم داداش. مشکلش چی بود؟ چرا نکشیدم؟ شما مگه میتونی تحلیل نکنی؟ خب این شهر اصلا ببازه، مشکل نداره، اصلا منو بدید بیرون. ولی شما تحلیل نمی‌کنی. این سعید دیروز شرکت نکرده تو رأی گیری که از نظر شما قطعا یه مافیا بوده است. دستشو اینجوری اوورد بالا واسه سه مگه واسه تو مافیا نیست؟ دستشو اوورد نیاورد رأی 4 رو. تو چجوری تحلیل می‌کنی؟ اصلا مشکل نداره. تو به من رأی بدی رأی بده. اصلا اوکیه. ولی از تحلیل کنید. من که کارتمو دیدم شهروندی. شما میگی سیف سینه، من کارتمو دیدم شهروندیه. فکتم دارم واسهتون میارم. شما فکت نمیارید. فقط میگی چین 3-1 چین 3-1 چی میگی؟ چالش بک باید دادم. کی بهم چالش داد؟ موین بهم داد چالش بک. ببین آقا من که ببین صابر، من میدونی چرا هم چیز میکنم. من به نظرم به یار 2 دادی تو 8. من به نظرم جدا میگم. من آخه نمیتونم بفهمم چون 4 الان برام مافیا. آقا گوش بده، من 9 برام مافیاست. تو چجوری به پیگیری نمی کنی تارگتت به 9 آخه داداش؟ سینا مافیاست، یار منه، چین سم 2 نداد. من شروع بازیم کیا رو کاور کردم؟ 5 6 گفتم 6 7 6 7 1 4 6 7 با هم شهروندن. پس این آقای علیرضا میگه من 2 تا یار کاور. خب منم 2 تا یار کاور کردم. تو فک شهروندی واسه اینه که من 2 تا یار کاور کردم. خب منم 2 تا یار اومدم تو بازی دیگه. 5 9 10 تو حتی نمیگی من یه یار باکس کردم. میگی 5 10 با هم شهروند. آقا مگه میشه نفهمید 9 مافیاست؟ خب من اصلا اونو کاورش کردم، گفتم 5 9 10 چینه. مگه نگفتم 5 9 10 چینه؟ تو فک شهروندی دیدی که 4 و 6 باکس با هم دیگه کاور نمی‌کنی. من مافیام برام 2 تا یارامو کاور کردم. یک تو 5 و 6 هم عجب بابا شورولیه. بابا ببین آخه امدی چی میگه؟ امدی میگه صابر مافیایی که تو 8 تا به یارش رأی داده، این با 3 تا رأی نشسته. مگه میشه آخه امدی تو شهروند باشه آخه؟ تو الان برات خیلی بازی باید راحت باشه چون تو از دید خودت 9 مافیا قطعی داری، درسته؟ 1 و 10 که بهش رأی 2 دادن. منم شهروندم. آخه مافیا کم بیاری، 4 هم کاور کردی. یعنی هیچ، اصلا من نمیتونم. تو مافیا نیستی پس چی هستی آخه بابا؟ آقا ولش کن. من مافیا قدیم 3 اصلا کار ندارم که موضوع حداقل بده این مافیا بدیم بازی کلین شیت نبازی. امروز من رأی میدم فقط به 3 تگ دفاع. کاری ندارم مثلا دیگه آریا چی میگه. من فقط به 3 رأی میدم. چالش من آریا صحبت کنم. کاری ندارم آریام چی میگه. آریا امروز میکنتت بیرون ها. کاری ندارم آریام چی میگه. خب امدی که کارتش رو شده، یه شهروند بهش 2 داده، منم اسنایپر زدم بهش 2 دادم. خب این که کارتش رو شده، کارتش بذارید کنار. من میخوام اینجوری فکر کنم که تو 8 تا این قمار رو نکرده که به امدی 2 بده امدی نره. پس موین رو بزنم تو ذهن خودم شهروند. پس من شهروندم، موین شهرونده، امدی مافیاست. من به نظرم امدی 2 تا یار تو 4 9 10 نداره. اصلا سینا رو بگو مذاکره کننده نیست. سینا که مافیاست، 2 تا یار امدی تو 4 9 10 نداره. امدی امروز خودم میگه 10 به 9 رای داد ولی به من رای نداد. ای مافیا خیرخوا، ای مافیا خیرخوا. آقای خطیبی کوچک، روند بازی رو یه ترک بکن. اگر شهروندی یه باخت به کارناممون اضافه شد. نه اینجوری نکن. صحابه که داره تمام تلاش میکنه بازی این سینا رو برداره. سه یکی یارشون میکنه. صحابه که دقیقا داره همین کار. سینا هم بعد میگه من یار 3 بودم. اصلا اون بالا دیدم داره رای خروج میاره و یه 4 رو نمیدونم یارم بازی خروج پیدا کنه. چجوری داره به من تارگت میزنه؟ صاحبه که داره بازی رو سینه من سه رو بازی بکنه بیرون. اینکه مشخصه این سه هفته مافیا به صابر نمیگین شهر، به صابر نمیگین شهر. اول سه میره نفاسی اینجا یک میره، بعد آخرین مافیا صابر میره دیگه. ترتیب خروج اینجوریه.
اصلا داره بازی رو میداره روی یک. اینکه خیلی واضحه، خیلی واضحه صابر داره بازی رو سینا داداشش رو میداره. خب، رأیگیری رو شروع میکنم از آریو رضایی به سمت معین. رأی برای آریو 1 2 3. رأی برای معین 1 2 3. رأی برای علیرضا 1 2 3. دفاع. رأی برای صابر 1 2 3. رأی برای سینا 1 2 3. دفاع. رأی برای امدی 1 2 3. دفاع. رأی برای سعید 1 2 3. دفاع. علیرضا، سینا، امدی و سعید دفاع میکنن. اکت ندید. علیرضا برو. چه بال. امروز که بازی اومد روی یک، 7 نفر 5 نفر وارد دفاعیه شدن. دیروز که بازی روی یک نبود، فقط 3 و 9 وارد دفاعیه شده بودن. پس صابر جان شما تصمیم گرفتی که من 3 4 9 دک تیم مافیاییم، درسته صابر؟ این نه من شهروندم توی 3 4 9 آد شهروندی دارم. خب کیا رأی یک دادن با آقای سینا دیروز؟ آقای آریو رأی یک داد، آقای امین رأی یک داد. با کی دیگه رأی یک داد به سینا دیروز؟ یکی به من کمک کنه. موین شما رأی یک دادی به سینا؟ فکر کنم موین داد. اعضای تیم مافیا وقتی 3 یارشون وارد دفاعیه شده، برای چی یک شهروند رو نیاوردن بالا؟ 3 رو که دیگه کارتش روی مافیاست. اعضای تیم مافیا 5 که شهرونده، 7 هم که شهروند بوده، یه دونه نهایت بگید ما این مافیاست، مجهول ما این. نهایت بگید ما این مافیاست. اعضای تیم مافیا بعد از ورود به دفاعیه 3 مافیا، برای چی رأی یک ندادن به سینا بیاد تو دفاعیه؟ پس سینا که ساین بالای مافیاست. مرسی. اذیتمون نکنید عزیزان. رأی دو بدید به سینا. به سینا. بابا چقدر شوی تو علیرضا، یعنی من تا حالا مافیایی تو انقدر شو نه. آقای آریو من اینجوری بازی نمیکنم داداش، واسه همین اون حرکت رو انجام دادم. شهروندی باید گوش کنی، فکتا رو گوش کنی. من مافیا نیستم. همه مشکوکا امروز دارن میگن یک این سعید رو نیا کن. آخه ببین سعید، اینا متوجه نمیشن تو انقدر شویی. یعنی از اینجا تا روسیه من دارم میبینم همه دارن میگن سعید شوه. خب یعنی در این حدت بگم. ببین نمیفهمم آریو و معین اینا واقعا شهروندید به من میگید مافیا؟ این علیرضا اصلا بودید فکت نداره برای من. تا دیروز روز اول که 5 مافیاش بود، بعد شد 3 مافیاش. امروز که دید من زیاد دارم تارگت میخورم که ما شهروند قطعیش داره میگه یک بره، میگه یک که مذاکره است. ساین داداش من میکشیدم زیر 3، امروز مذاکره میکردم به همین راحتی. شما فکت ابتدایی مرسی. هم نمیدونید که سعید توی 8 نفر از نظرتون یه دونه مافیا بالا بوده بین اون 2 نفر، زیر هیچ کدوم نکشیده. اینم یعنی نمیتونید. امدی. آقا این آقای علیرضا چجوری به آقای سعید مشکوک نیست؟ داداش چجوری به آقای سعید مشکوکی؟ و چرا بهش یک ندادی؟ دیروز آقای سعید 2 نداد به من، بعد یار من باشه، من کاورش کردم. چجوری اونو کاور میکنی میگی شهرونده؟ بابا مگه میشه جدا تو آری موین نظرم شهروند نیست. من آقای علیرضا شماها خب من مافیا بودم، به یه شهروند گفتم شویده که مافیا تو دفاعیم، به من 2 نداد. شما کسی رو دارید از بازی میکنید بیرون که گفت آقا نقطه ای مگه بلد نیستید؟ من مافیا باشم بازم آقای علیرضا ما یارمه. من آقای سینا رو تا دندون کاور میکنم چون به نظرم 4 و 9 که با هم مافیان. من نمیدونم اگه تو 5 و 6 آقای صابر داداش شما بس یه دونه مافیا میاری بالا، بعد به بقیه هم یه دونه من رأی ندادی به یارت، رأی ندادی به یار، جدا میگم به نظرم رأی دادی به یارت. حالا خودت میدونی. این سینا که ویترین تیم شهروندی آقا، اینو که امیدوارم زره پوش داشته مرسی. باشی داداش، چون 4 قطعیه. 4 و 2 بدید، 4 و 9. سعید. سینا رأی اون رأی لادری به صابر نمیدادی؟ به صابر چه نمیدادی آقا سینا؟ اون رأی یک من که به صابر یه رأی ندادم. مافیاش دارم اما بهش رأی ندادم چون فقط می‌خواستم تو بازی بری بیرون، چون نوبت صابر نبود. تو برای چی صابر رأی یک دادی؟ خیلی لادری بود. خیلی لادری بود. باشه من تهرانم.
مسکل نیستم. بغل گوشه. آقا رنگ کشین زیر سینا. رنگ کشین زیر سینا بازی میره بیرون. مشخص مذاکره دکه. مشخص مذاکره دکه. میکشین زیر سینا. مرسی. علیرضا، سینا، اندی، سعید. ترتیب رأی گیریه. رأی خروج برای علیرضا 1 2 3 2 رأی. رأی خروج برای سینا 1 2 3 5 رأی. رأی خروج برای امدی 1 2 3 رأی خروج برای سعید 1 2 3 از خودی میخوری همیشه. ماشاءالله درخشان باری کلا اوف 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 باری کلا. نه عالی بود. آخ تقصیر من شد. وای چرا سه رو نگرفتم. این سعید رو نگاه کن. یعنی سعید سعید شوتر از این در تاریخ نیست. در تاریخ. آقا رو بازیاتون کار کنید، جدی میگم، با احترام رو بازی شهروندیتون کار کنید. خسته نباشید میگم به همگی. تبریک به مافیاها. سینا پزشک بود، آرمان اسنایپر بود که آریو رو زد، اندی خبرنگار، سعید مذاکره کننده، آریو زرهپوش، معین گادفادر، امین شهروند ساده، آریو کاراگاه، علیرضا مافیای ساده و صابر شهروند ساده. خسته نباشید. آیا امین هستین؟ شهر سلام. آی بدرزی بکنم امین نیست. سینا جان تحلیل اگر داریم. امین هست. منم خانم ماری اول. بله بفرمایید. الکی به این مهم میگین شهروند دیگه. چرا شهرونده؟ اصلا چرا شهرونده؟ چیکار کرده شهرونده؟ چون عز و جز میزنه شهرونده؟ من گفتم فکت ترنایی یک شهروندی بود. موین یه طوری گردنت میگیرم تو بازی. بعد 3 4 رو کاور میکنه. خب داداش میری دیگه. چون روز یک سر صحبت گفتی 4 قطعی شهروند. میری عزیزم، میری. اه، به نظرم آریا اون 3 و 4 9 که میگفتی من تو ذهنم اینجوری نبود دیگه. تو ذهنم نمیتونستم بپذیرم اینو. نمیتونستم بپذیرم. صابر رو نگاه کن تو رو ابوالفضل عباس. بابا صابر لامصب موین رو 3 روز شهروند کردی، به من گفتی امین مشکوکه داره به موین تارگت میزنه. خب وقتی تو بهش میگی شهروند، اون یکی میگه شهروند، اون یکی میگه شهروند، خب دیگه امین فکر میکنه شهروند این بابا دیگه. ولی بازم بهش تارگت زدم، گفتم تو 3 4 1 6. حتی گفتم به این آریا، من گفتم 3 4 9 تا چین نیست، گفتی اوکی. گفتم پس تو 1 و 6 هست. گفتم موین این یکی احتمال شهروندیش یه طوری گردنت میگیرم تو دک. ولی بازی خیلی بد. بازی اصلا در نمیومد. بازی اصلا در نمیومد. دلیلش هم فقط تنها دلیلش کاورای اشتباه. کاورای الکی و اشتباه. بابا یه فکت تو ذهنتون بچرخونین. آورد اون فکت نشست بگیم به طرف شما زارت شهروند. شهرونده روز معارفی که یک شهروند نمیشه. مثلا آریو شهروند بود. چرا؟ چون 8 9 10 تارگت زده بود. 2 3 4 نسبت بهش معلوم بود یار به یار نیست. خب بهش گفتیم شهروند. دو شهروند بود چون وقتی با آریو تارگت کرد 3 نفر باش محکم لایک دادن. 3 و 4 هم گردنش گرفتن. به خاطر اون گفتم دو شهرونده. حداقل این جور چیزا رو تو کلاتون بچرخونین بگین یک شهرونده. و وقتی 3 به 4 میگه سر دست ترنش میگه 4 که قطعیه تموم شد شهرونده. خب حتما زودتر خروج میکنه. حتما زودتر خروج میکنه. سختم بود دیگه. 8 نفر وقتی نه نظرم به 3 بره بیرون دیگه ذهنتون نمیتونه اینو بپذیره که. ذهنتون نمیتونه اینو بپذیره. تقصیری هم ندارین. یعنی تو 7 نفر تقصیری نداشتین حقیقتا. ولی بازی بناش از روز یک اشتباه گذاشته شد دیگه. از روز یک فقط هم کاور بی خود. مرسی خانم ماری. روایت کردی برامون. تا خسته نباشید. علیرضا خیلی شوی. جدی دارم میگم. یعنی یه ذره عوضش کن. شهروندی مافیایی بابا داداش، از روز یک من تو رو دارم میگم مافیا. حرکتی که انجام دادی سر صابر و آریو عفایی، سر آریو رضایی،
از همونجا واسه من تیک مافیاییت خورد. یه شب دیر یعنی زود امین رو سیو دادم، شب بعدی سیو داده بودم اوکی. شبش آخرم فکر کنم آریو که اجماع ما رو گرفت و صابری که کشید زیرمون رو سیو دادیم، دست شما در نکنه. بابا 4 رو دارم میگم دیگه، چی بگم؟ دارم میگم مذاکره کننده است، چی کار کنم؟ اصلا من نمیفهمم، دارم اصلا عجیب بود آریو، اصلا از تو داری میگی 3 و 9 بینشون مافیاست. خب این 4 هیچ شرکت نکرده، زره من پوش تو هشتا مذاکره. فقط یه یک دادم به 9. این آیه صابری یه درباره گرفت گفت 9، من بهش یک ندادم و بعد 2 رو نه کشید. کاری شما پشمام کاری ریخت. با اون ندارم، میگم داداش باشه اون روز گذشت، برداشت این 4 واسه چیه؟ دستشو نیدی اوورد کشید پایین. خب یه مافیا بالا بوده بین اینا دیگه، نداد. نمیدونم چی باید میگفتم. مثلا 2 تا بازی امشب انجام دادم، هر 2 تا بازی با شهروندا فقط داشتم دیالوگ میکردم، هر 2 تا بازی هم سرویس شدم. خیلی عجیب بود. یعنی اصلا من چجوری میتونستم مذاکره باشم؟ من تحت فشار بودم، 3 تاتون به من گفتید سیف مافیا سیناه توی 8 تا. خب میکشیدم زیر 3 میرفتم مذاکرهمو میکردم، کاری نداشت واسه من که. این کارو شما نمیکنید؟ خیلی راحت بود. تو اصلا بعد امین اون حرف رو زد، من چین داشتم تو ذهنم میچیدم، موین واسم مشکوک بود. گفتم امین من شهروندم، برو همون موین رو گردم بگیر. این جملم بود. برگشتی میگین 6 و 9 چجوری با هم دیگه چین میشن؟ چیزی که شدن اصلا این معنی نداره. تو نه تو رو نمیگم امین، تو رو نمیگم، بچه رو دارم. داداش مافیا بازی میکنیم هر سری یه جور بازی میکنیم. این سعید رو نگاه کن خدا، این اصلا کاورای علکی از این سعید کردیم، علکی مون تو بازی. روز آخر بابا بکشین زیرش دیگه، چی کار باید میکردم باهاتون؟ اصلا نمیدونم. یعنی توقع داشتم از آریو و صابر، توقع داشتم که وای میستادیم میکشیدیم زیر سعید، تموم بود بازی. هوشبندش علیرضا رفته بود. بعد من اینم بگم تمام، زیاد صحبت نکنم. آریو تو خودت رسیدی به شهروندی صابر از روز 2. داداش این شهروند یهو سایدش عوض که کشید زیر 9. اصلا منو بگین مافیا، یار من اصلا 3 هم مافیا، اون یار سومم باید میکشید زیرش دیگه وقتی 3 یارم تو خطر نفر دوم. خب یار ما کی بودش؟ خوب بود، میتونستیم ببریم. مافیا هم خوب بازی کردم میگم. یه چیزی هم گفتم که ناراحت شدیم، اصلا میگم دیگه تو جو بازی. ماری جان ببخشید، سلام بچه. من نبودم، باختی دیگر در کانال رضایی یا نه ماری؟ بله، به به، بنازم بنازم. آخر مفتزهانه، یعنی شهروند شد، اسنایپر زدش، دکتر رو کرد بیرون تو 7 نفر. من صحبت کنم. آقا بازی که خوب بود، خوش گذشت، خوب بود. علیرضا من بابا داداش، من بیس مافیاییم علیرضا بود. اولم سعید رو کاور کردم، تو دفاعم گفتم صندلیمو کشیدم کنار دیگه، چون ترناش خیلی مشکوکه. گفتم 4 مشکوک. توی 7 نفرم گفتم تو 8 نفر گفتم 4 6 9 چینه. فکر کنم گفتم یه بار که تو برگشتی گفتی من 2 تا یارامو کاور کردم. تو 8 نفر گفتم 4 6 9 چینه. عفایی باید باشه بتونم تارگت بکنم. کسی با اون بازی نمیکنه دیگه. آقا من تو بچه ها من تو دفاع گفتم شویده که مافیا آقای علیرضاست. به من دو نداد، به من دو نداد. خب پس اون باید بره بیرون دیگه. خیلی لایکی بازی مافیاست. من مافیا بودم، شهرونده اشتباه کرد به این دو نداد، تموم شد و رفت. تو دیسکاشن باید بهش بگید آقا چرا دو ندادی. همین دیگه. خوب بود علیرضا. خوب آخه ترناشو گوش میکردید، یه دونه مافیا داشت، بعد ترناش یه مافیا داشت بکش به 4 میگفت شهروند 10 نرو 4 رو تارگت کن. معین به نظرم شهروند، آریو به هیچ تارگت نزن. بعد میگفت 3 مافیاست. خوب بود آقا. آقا تبریک مافیا، سلامت باشه آقای علیرضا. بابا من روز یک من شهروندام که درست بود، سینا چالش ازش گرفتم، خودش صحبت که گفتم این که شهروند، حرفایی اینو تارگت نکن. هفتم شهروند داشتم،
با صابرم دیالوگ کردم، صابرم شهروند شد برام. من تو 3 و 9 اوکی بودم که مافیا هستش، به 3 1 ندادم با اینکه یه چین چید 5 9 10 گفتم اسنایپر توش گم شد. چین 5 9 10 اسنایپر توش گم شده بود. من به 3 1 ندادم، فقط به علیرضا 1 دادم و صابر سینا. فقط به علیرضا تو ساید 3 و 9 1 دادم. من کاور MD رو گرفتم، ولی خب ذهنم با درباره که صابر گرفت چرخید. بعد دیگه من چیکار کنم تو 8 تا مافیا آخر 2 نداده به شما؟ یعنی تو ذهن من MD اصلا MD چطوری داشت 4 رو تارگت میکرد؟ خدایی چه MD چطوری داشت 4 رو تارگت میکرد؟ اصلا خیلی عالی بود واقعا. اصلا نمیفهم سعید چرا دو نداد. چون من روز معارفه بهتون گفتم من زره پوشم. گفتم 2 3 4 رو که با هم تارگت میکنم، صابرم تارگت میکنم. فرداش 8 9 10 رو تارگت کردم، موین رو آریا تارگت سپر کردم. آوردی تو تصویر؟ سپر ببین آوردی تو دو تصویر؟ سه چهار شیش هشت نه ده همه اینا رو یه دور تارگت کردم. روز آخرم یک کردم، همه رو یه دور تارگت کردم. اومدم تو دفاعیه گفتم این که با این داره تارگت میزنه بینشون ساید، اونم شو چیزی از مافیایی اون یکی هم کم نمیکنه اصلا. پشمام بریزه. معلوم بود چه بهم 2 داده. این از این موضوع. پشمالی استرالیایی مفتمون رو برد جدی. واقعا مفتمون رو با این برد. ما از MD انتظار داریم. سعودی تورنمنت معتبر مافیا استارز مگه نیستی شما؟ شما ازتون انتظار داریم بفهمید چه. داداش ما یه تارگت تو دفاعی همون زدیم، به تو بابا هم 7 تا تارگت چین نزدیم. زدی. 7 تا چین دو زدی تا چین زدم لامصب. آقا، 2 تا چین زدم، 5 9 10 4 6 9 تمام شد. 2 تا چین زدم وای تمام شد. چینی. راست میگه. بقیه علیرضا هم داشت ملق های متفاوت می‌زد. علیرضا دفعه بعد دیگه قصه در نمیری واقعا. این 2 3 بار دارید در میری از اصلا. کله میگه شده چرت و پرت. ماری دارم مرسی بابت روایت. اصلا همشه تشکر تبریک کنم. زرت رو ما انداختیم، بازی دادیم دست چینش 1 3 10 روز تو هفته. تبا من آقا اومدم چین درست بود دیگه، حالا 3 تا شهر هم بودن. چین که بودید. چین میده. من رفتم سینا رو با آریا آشتی دادم، از خونه تو گذاشتم، بازی بردم تو 3 و 4. بعد این سابر کامل، خب من کامل گرفتم یه حرف درست دادم، تو نباید گوش کنی که تو دفاعی هست چی میگه. حرفم درست نبود که رفته بودی که نمی‌کشیدن زیر. این علیرضا تو دفاعیش گفت 1 3 6 چینن. معین داشت چیکار میگه کل ترنش میگه 1 و 3 چین. نه، گفت 1 و 3 چین دیگه. ببین این اتفاق واسه امینم افتاد. من گفتم شیشو نزن، تنشو شنیدم، تن تو رو شنیدم، تن سینا رو شنیدم، یه رای دادم به تو، یه رای دادم به معین. به علیرضا نور رای ندادم که اومد تو دفاع، بعد کشیدم رای 2 کشیدم زیرش، یعنی یه رای تو کاور علیرضا گفتم 6 و 7 هم دیگه رو مافیا دارن، جفتشون تک رای من آورد. با ایمان بیارید دیگه. این آقای سعید علاوه بر اینکه اون ولف علیرضا بعد بازی چی گفت مافیا میشین باید چیز باشن، قلدر باشین و اینا. این سعید از اون نیست، از اون قلدر نیست. آه. بعد اینش بکنم این بازی، یعنی محمد رضا گلزار پیش این آلپاچینوه، انقدر فیک بازی میکنه. بهش گفتم شوخیت مسخره و فیک بود خندت. معارفه سیتی 4. وای آریا افایی پشتت کی خوابیده زدی کشتیش. اصلا این مگه اصلا لحن بیان این آدم فیک بود. گفتم مافیاست. گفت نه. 25 نفر کاملش کردم. بازی بود دیگه، هم چسبید دیگه. دمتون گرم. مرسی خانم مراد، بگیرم به همتون میگم. ولی سامه ولی موزت رو آوردم پایین. میگی 2 3 گفتم میکشم دیگه. موزت رو آوردم پایین.
با نقش مذاکره اوه اسنایپر گردن گرفته بودم. چه شانسی بودم آریا رو زد. اوه اسنایپر گردن گرفتم علی رضا من میزد. شانس آوردی. حتما بهش نمونم به من میداد گفت این منو زده. بعد تابلو خوشم من اسنایپر این بود منو زده اون یکی بود اون یکی یارمو زده جفت یارم زده. گفتم نه شما دوتا نزده پایین بزنید. بازی کارگاهی رو سینا بلند کردم تو هفته تو هشتم چی شد دستم نمیدونم نت هم باید خب یادم این سه من دستم هنوز اینجا مونده وگرنه مرده بودم نمیدونم نت باید نمیخورد تو ایران نمیدونم که رفته بود تو هشتم نگرده بودم بهش اون رو میذاشتم بازی تو هفته برسه به هفته حتی آتش سیو داخل میشد تو هفته رو بهش بیارم پزشک هم بده خیارا بازی که فکر میگفتم سینا میگه اینا میگفتن من گفتم 6 و 9 با هم چین نیستم هستم من تو گفتی 6 و 9 چینم من کجا گفتم نه 6 و 9 که با هم چین نیستم من یعنی راست میگه اونجایی که او برگشت گفتی 1 3 6 با هم مافیا من گفتم این باگو داره نه دیگه اون 6 ما اینو دخیل میکردی خیلی میگه بعد بازی جذاب مرسی خانم ماری بازی رو باید کردید. تبریک میگم به مافیا، خسته نباشید میگم شهروندا. بازی باحالی بود. با علیرضا تا حالا یار نشده بودم با سعید کنم خیلی قبلا. سعید بابا تو یعنی من واقعا این بازی خودم رو فدای تو کردم یعنی اومدم 4 تا شهروند تارگت دادم تو تارگت نخوری. بازی از تو رو اصلا الانم برداشتم انداختم رو خودم چون دیدم چند نفر میگن 3 و 4 صابر میگفت تو 3 و 4 یکی دو نفر دیگه هم میگفتن موزم داشتن. بعد دیگه من اومدم گفتم به نظرم تو 2 3 5 7 2 تا مافیا نشست. آریا هم تارگت کرد گردنش گرفتم گفتم که این سعید فقط نره. بعد دیگه فرداش ولی رأی میدادی به نظرم خوب بود دیگه چون اسنایپر هم تو بازی نبود کاراگاه هم من همین ام دی رو داشتم یعنی فکر کنم حالا با مثبت علیرضا اومده من فکر می‌کردم با مثبت علیرضا اومده با منفی من اومده یعنی فکر می‌کردم استلام شب یکش 9 استلام شب دوش من حالا استلامم نداشته استلام منو داشته ولی علیرضا رو نداشته چون چین منطقی علیرضا من بودم و معلوم بود سخته براش معلوم بود استلام منفی منو داره یعنی اینو متوجه میشونم از توی حرفاش. بعد دیگه من منتظر کاراگاه من کارگاه نبودی؟ فکر کنم کارگاهی. 8 کارگاه بود. اوکی. پس من فکر کردم امدی کارگاه بود. پس خیلی خوب بازی کردی. بدون دیتا من فکر کنم کارگاه بودی. امدی تو شهرونده خوب. صابرم خوب بودا. یعنی تو روز آخر خوب رای داد. ولی چین 9 و 3 داشت. مشکلش این بود. یعنی چین 9 و 3 داشت منو شهر. یعنی من یه جا گفتم 3 و 9 میتونن شهر با هم چین باشن یه لایکی داد دیگه گفتم خوبه اینم کنسرت من داد. یه چیز بگم ببخشید میام رو مایک ببین امدی واسه من مافیا بود واقعا یعنی آره میگم خودش رو دیگه 3 و 9 تقصیری و هم چین نداره داشت. ببین تقصیری من 3 4 9 چند داشتم سینا رو نداشتم تو رو نداشتم اون تو که مافیا بودی سینا آلو هم شرمم ولی خب امدی بنده خودم خیلی تحت فشار بود یعنی اون باگایی که میداد الان میگم خب سر شهروندیش بود. یعنی خودش از گیر کرده بود میخندید دیگه بس دیده من شهروند گفتن داره شورول آره ببین اگر یه حرف خوبی نمیدونم کدومش یارا یکی گفتن یا 8 اسنایپر فکر کنم علیرضا گفت این خیلی دیتای جالبی بود که گفت 8 اسنایپر بود چون اگه 8 شات بود امری دیگه شهروند میشد دیگه چون کاورش کرده بود آریو یعنی به نظرم علیرضا اون چیزی که گفت خیلی جالب بود دمتون گرم آقا، بازی خوب بود. خانم ماری مرسی بازی ران کردید خسته نباشید بازی باحالی بود خسته نباشید به ساید بازنده و تبریک به ساید برنده سینا خطیبی نمیدونم صدامو میشنوی یا نه اگر حال نمیشنوی ساور بهت منتقل میکنه داداشی ببخشید بابت میشنوی بابت اون کتاب بازه ببخشید ازت عذرخواهی میکنم بازیه دیگه فشار بازیه تو بازی هم بهت گفتم حالا بگذریم من آخه شو بودم که جفت یارامو داشتم کاور میکردم یعنی اگر ب- مثلا معین 4 تا شهروند تارگت کرده بود من رفتم معین رو کاور کردم اون 4 تا شهروند هم به من مشکوک شدن هم به معین سعیدم اومد با من دیالوگ کرد من سعیدم رفتم کاور کردم دیگه داشتیم ملق میزدیم پشت به اون دوتا هم کاور میکردن پشت به پشت 100% بودیم اونجایی هم که گفتم 1 3 6 امین خاطرش هست من داشتم به امین تارگت میزدم رو دیتای مذاکره کننده بودن صابر میخواستم بگم 1 3 7 اشتباه گفتم 1 3 6 خواستم بگم 1 3 7
باز میشد 3 تا شهروند. به ما اینم نمیخواستم تارگت بزنم. اه، همین دیگه. ما شانس آوردیم که اسنایپر اشتباه زد. تنها شانسمون همین بود. خوب بود اسنایپر اشتباه زد. آریا هم نرفت بیرون، خوب بود. در هر صورت بازی باحالی بود. تجربه قشنگی بود. لذت بردم. خانم ماری مرسی بازی ران کردید. نکست.